بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه در پناه الله شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه روزهای دوشنبه، برنامه پرسش و پاسخ که برنامه متعلق به خود شما عزیزان است و ما سوالهای شرعی شما را پاسخ می‌دهیم. کارشناس محترم برنامه در این قسمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستند که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت شما خواهم بود. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. طبق روال معمول برنامه را با سوالهای شرعی که از طریق SMS فرستادن بینندگان عزیز آغاز می‌کنیم. بیننده اول پرسیدن که آیا یک فرد اهل سنت می‌تواند در مراسم عاشورایی که متعلق به اهل تشیع است و در آن عزاداری می‌کنند و سینه زنی می‌کنند شرکت بکنند و چرا شیعه ها خود را می‌زنند؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. در مورد عاشورا آن چیزی که مسلم هست و ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنت قولی و فعلی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، یعنی هم ایشون با زبان بیان فرمودند و هم عملا بیان فرمودند روزه گرفتن روز عاشورا هست، یعنی روز 10 محرم را رسول الله صلی الله علیه و سلم هم روزه گرفتم و همین که عملا این کار را انجام دادند و فضایلی رو هم برای این کار بیان فرمودند. در روایات اهل سنت و همچنین روایات شیعه هم در این زمینه فراوان هست. روایت اهل سنت و الجماعت در صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که صیام عاشورا احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله. در مورد ثواب روزه گرفتن روز عاشورا 10 محرم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من امیدوار هستم که روزه گرفتن این یک روز کفاره گناهان یک سال گذشته باشه. و این فضیلت بسیار بزرگی هست که الله متعال به مسلمانان هدیه داده. این روایات اختصاصی به اهل سنت و الجماعت ندارد. در کتاب‌های شیعه هم در کتاب تهذیب و در کتاب استبصار توسی هم اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم عاشورا رو روزه می‌گرفتند و همین که دستور اومده. روایت از حضرت علی هست، امام جعفر اون روایت کرده که میگوید که رسول علی رضی الله تعالی عنه گفتند که صوم العاشورا التاسع و العاشر، عاشورا را یا ماه محرم را 9 و 10 را روزه بگیرید فانه یکفر الذنوب سنه، که همون روایتی که نزد اهل سنت بود، گناهان یک سال را در واقع کفاره می کند و موجب بخشش گناهان یک سال انسان می شود. این یک امر متفق علیه هست در میان شیعه و سنی، منظورم روایات شیعه و سنی هستند. اما این که عملا شیعیان به جای اون چیزی که امامانشون انجام میدادند پیامبر دستور داده، در روایات معتبر شیعه آمده که روزه بگیرید این روز را، چرا شیعیان برخلاف سنت اهل بیت عمل میکنند؟ چرا مراجع شیعه دستور دادند که این سنت و روش اهل بیت و امامان شیعه کنار گذاشته بشود و به جای سینه زنی و خم زنی و بقیه خرافات و بدعات رو ایجاد کردن؟ این سوالی هست که باید از علمای شیعه پرسید. شما پرسیدید که چرا شیعه خود را میزنند. من خندم گرفت، گفتم این سوال رو باید از علمای شیعه بپرسید که چرا گذاشتید و اجازه دادید که شیعیان خود را بزنند به جای اینکه روزه بگیرن اون گونه که امامان شیعه روزه میگرفتن، چرا خود را میزنند؟ این سوال رو باید مراجع شیعه جواب
بدن، جوابهای علمی که آیا امامان خودشون رو میزدند، امامان فرمودن شما خودتون رو بزنید. آن چیزی که در روایات شیعه و سنی ثابت هست این است که امامان شیعه هم روزه میگرفتند و هم دستور دادند که شیعیانشون روزه بگیرند. الان چه کسی، چه عالم و مرجع قوی‌تر و بالاتری از امامان شیعه اومد و شیعه رو دستور داد که نه روزه نگیرید، خودتون رو بزنید؟ این یک امری هست که شیعه باید پاسخگوی این باشد. اما به عنوان مشارکت در یعنی مراسمی که شیعه دارند، بدعات و خرافاتی که شیعه دارند، این همکاری در اسم و عدوان هست و در احیای بدعت هست و بدعت آفرینی در شریعت اسلام و مخالفت با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و هر گاهی که یک بدعتی ایجاد بشود یا بدعتی احیا بشود، یک مراسم نوعی رو ما در دین اضافه بکنیم، مطمئناً سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و آیین اسلام ضربه میخورد و از بین میرود. به طور مثال در روز عاشورا رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه اهل بیت روزه میگرفتند. الان چه کار شده؟ بدعت عزاداری و به راه انداختن دسته های عزاداری و سینه زنی و خم زنی و نمیدونم شام و بقیه مراسمی رو که اضافه کردن، اون سنت رسول الله و اهل بیت غریب مانده. حتی برای شیعیان عجیب هست که آیا مگر ائمه ما دستور دادند که ما روزه بگیریم؟ متاسفانه هر بدعتی که بیاد سنتی رو در واقع از بین میبرد. پس بنابراین مشارکت در چنین دسته ها و در این عزاداری هایی که عزاداری نیست، عزاداری برخلاف دستور رسول الله و صحابه و اهل بیت هست، چنین دستوری رو ما نداریم. کاری رو که حتی یک بار یکی از ائمه 12گانه شیعه انجام ندادن، نه پیامبر انجام داده نه ائمه انجام دادن، ما با چه مجوزی این کار رو انجام میدیم؟ کاری رو که در زمان پیامبر و در زمان ائمه یک تقرب نبوده، یک عبادت نبوده، تقرب نبوده به درگاه الله متعال، امروزه چگونه این کار یک تقرب در واقع شمرده می شود و ما باید اون رو انجام بدیم؟ شرکت کردن در این مراسم و احیای این چنین بدعت ها از نظر شرعی حرام هست و همکاری با در مورد اسم و عدوان و از بین بردن سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. منتها در مورد خوردن غذایی که در این ایام پخش می شود یا نظری داده می شود، این از دو بخش، یعنی اگر بخوایم انصاف به خرج بدیم میتونیم که اینو به دو قسمت تقسیم بکنیم. قسمت اول اون کسانی که این رو برای امام حسین نظر کردند، یعنی نظر برای حسین هست، برای تقرب حسین هست، برای رضایت حسین هست، یا حیوانی رو به نام حسین ذبح بکنن که متاسفانه در شیعیان افراطی و غالی این خیلی زیاد هست. در خوردن این هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست که حرام قطعی هست. هر حیوانی و هر غذایی که برای غیر الله نذر بشود، برای تقرب به غیر الله، برای طلب ثواب از غیر الله، برای طلب شفاعت از غیر الله انجام بگیرد، این حرام قطعی و 100% هست و خوردنش به هیچ عنوان جایز نیست. فرضاً اگر ما این تخمین رو یعنی مبنا قرار بدیم که افرادی هستند برای خدا میدن، به نام خدا ذبح میکنن، به نام خدا خیرات میدن، منتها چون که باز هم در راستای احیای یک بدعتی هست که مخالف با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، باز هم برای مسلمان جایز نیست که در این گونه موارد شرکت بکند و سیاهی لشکر بشود و یک مهر تاییدی باشد بر کسانی که میخواد این بدعت ها را زنده بکنند. در هر صورت نه مشارکت جایز هست و نه خوردن از چنین غذاهایی که در این ایام در میان مسلمانان، اونم نه به خاطر رضای الله بلکه به خاطر احیای مراسم بدعت و شرک‌آلودی اینا رو پخش میکنند، خوردن و استفاده کردن از اینها جایز نیست و برخلاف تقوا هست. درست، جزاکم الله خیر. در زمین این خوردن ها بیننده از افغانستان سوال کرده است که در منطقهشان رسم است و اینجوری جا افتاده است که روز 10 ماه محرم حلوا یا برنج در خانه درست میکنن و به همسایا و اقوام میدن. گفتن آیا این کار از نظر شرعی جایز است یا ثواب دارد یا اینکه بدعت است و باعث گناه میشود؟ و گفتن اگر باعث گناه میشود به ما بگویید تا امسال این کار رو انجام ندهیم. قطعا کاری رو که عرض کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان تقرب انجام ندادند و روزه گرفتن روز عاشورا هیچ ربطی و ارتباطی با شهادت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه ندارد.
قبل از شهادت حضرت حسین رسول الله صلی الله علیه وسلم این روز را روزه می گرفتند و صحابه بعد از ایشون روزه گرفتند و ائمه اهل بیت و امامان شیعه این رو روزه گرفتند. ارتباطی به سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه ندارند و روایاتی که در این زمینه وارد شده که شما در روز عاشورا مثلا که یعنی غذا بپزید یا اینکه بر اهل و خانواده خودتون یک مقدار مخارج بیشتری رو بدید، بیشتر خرج بکنید، این روایات صحیحی نیستند. برای پختن غذا و نذری دادن و صدقه دادن در این روز هیچ گونه فضیلتی در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نشده. تنها چیزی که ثابت هست روزه گرفتن این روز هست که فضیلت بسیار بزرگی هست، مساوی با کفاره شدن و بخشیده شدن گناهان یک سال هست. ما پایبند سنت باشیم برای ما اولاتر و بهتر هست. صدقه دادن را، غذا پختن را به همسایه دادن، این در هر وقت سال این در واقع مسنون هست و یک کار خیر هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند وقتی که میخواید غذا درست بکنید یک مقداری آبش رو بیشتر بکنید که به همسایه‌تون هم یک چیزی برسه و هدیه بدید به همسایه. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به زنان سفارش کردند که هیچ چیزی را که از خونه همسایه میاد حقیر و کم ارزش ندانید، ولو اینکه پاشنه پای یک بوزی هم باشه که برای شما به عنوان یک غذا فرستاده باشند، به قول معروف کله پاچه هم که باشه، این از نظر شرعی شما باید قبول بکنید و این یکی از آداب اسلامی هست. اما این که شما منتظر باشید که روز عاشورا باشه و یک بدعتی رو زنده بکنید، چون این چیزی در دین اسلام نیست و بدعت و ناجایز هست. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که کل امر که لیس علیه امرنا فهو رد، هر کاری که یعنی امر ما و دین ما بر اون نباشه اون در واقع مردود هست و قابل قبول نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد این است، گفتن اگر کسی که پول سود میخورد آیا رفتن به خانهش جایز است یا نه؟ در مورد کسانی که مالشون یا درآمدشون از مال حرام هست، اولا که ما مطمئن نیستیم 100% که تمام مواردی که فلانی کسب کرده از مال حرام باشه. احتمال میدیم یا حداقلش اگر مطمئن باشیم مطمئن هستیم که یک بخشی از مال اون حرام باشه. در این صورت ها استفاده کردن از مال چنین افراد، یعنی اجابت کردن دعوتشون، پذیرفتن صدقهشون، هیچ گونه اشکال نداره، ولو اینکه مطمئن باشید که 100% حرام هست. مطمئن باشید که 100% حرام هست. این حرام هست برای اون فردی که اینو کسب کرده، زیرا که نوع کسبش و نوع درآمدش در واقع حرام بوده. خود این پولی که کسب کرده به عینی این هیچ حرمتی رو نداره. روش کسب این مال حرام هست. وقتی که به شما داده می شود به عنوان هدیه داده می شود، به عنوان مهمانی داده می شود، به عنوان صدقه داده می شود، الان حکمش کاملا متفاوت هست. و ما در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم داریم که ایشون در مدینه منوره با یهود معامله می کردند، از غذای یهود استفاده می کردند و دعوت اونها را قبول می کردند. الله متعال ذبیحه و غذا و طعام اهل کتاب را برای ما حلال قرار داده، با اینکه یهود مدینه معروف بودند در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم به اینکه تجارت به ربا می‌کردند، رباخوار بودند، اما باز هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت اونها رو قبول می‌کردند و با اونها معامله می‌کردند. و در این زمینه انسان نباید یعنی وسوسه زیادی رو داشته باشه. یک مسلمان ولو اینکه 1% احتمال داشته باشه که مالش مال حلالی هست، شما دیگه دنبال بهانه نگردید که ثابت بکنید که مال فلانی حرام هست و ما نباید از اون استفاده بکنیم. بالفرض هم که حرام باشد، اون برای اون حرام هست، برای شما حرام نیست. و اگر شما رو دعوت کرد یک هدیه رو به شما دادن، هیچ محظوریت و ممنوعیت شرعی نداره. شما می توانید که اون هدیه رو یا اون غذا رو قبول بکنید و از آن استفاده بکنید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که اگر در وقت تلاوت قرآن اذان گفته شود، آیا تلاوت را قطع کنیم و به اذان گوش دهیم یا همچنان به تلاوت خود ادامه دهیم؟ این مسئله نیازی به یک مقدار زیرکی داره، یعنی تقدیم اولویت ها، کاری که مهمتر هست اونو ما در واقع در اولویت قرار بدیم. این بستگی به نظر خود شخص در واقع داره که در میان عباداتی که مزدحم باشند یا تراکم باشه، در یک آنی ما بتونیم چند تا عبادت رو انجام بدیم، کدوم عبادت برای ما مقدم تر هست اون رو انجام بدیم. باید نگاه بکنیم به ثواب اون اعمال، ببینیم ثواب کدام بیشتر هست، به زمان اون اعمال نگاه بکنیم که آیا یعنی در
در زمان مشخصی باید انجام بشه، آیا وقتش محدد و مشخص از نظر شرعی یا اینکه مشخص نیست. در مورد این وقتی که انسان دارد قرآن تلاوت میکند و در حین تلاوت از اون طرف اذان گفته میشود. خب تلاوت قرآن یک عبادت نافله هست، گرچه برخی از علما معتقد به وجوبش هستند، اما بنابر رأی راجح یک عبادت مطلق هست. یک عبادت مطلق یعنی مقید به زمان خاصی نیست. شما مجبور نیستید که از نظر شرعی در فلان وقت مشخص بنشینید قرآن بخوانید. خود تلاوت قرآن یک عبادت هست، اما وقتش باز هست، وقت مقیدی رو برای شما ندارد و ثواب خیلی زیادی رو که در روایت حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه آمده که در مقابل هر حرفی 10 ثواب یا 30 ثواب یا بیشتر از این در واقع به شما میرسد. در مقابل دیگر ما داریم که ثواب اجابت مؤذن را رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حضرت عبدالله ابن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه روایت کردند در صحیح مسلم، ایشون فرمودند که اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما یقول، وقتی که صدای مؤذن را میشنوید شما هم الفاظ از آن را تکرار بکنید. هر چیزی رو که مؤذن میگه شما هم بعد از اون تکرار بکنید. ثم صلوا علی فان من صلى علی صلاة واحدة صلى الله بها به له 10 علیه 10، که هر کسی که بعد از اذان بر من درود بفرستید، زیرا هر کسی که یک بار بر من درود بفرستد الله متعال بر اون 10 مرتبه درود میفرستد. درود فرستادن الله متعال به معنی رحمت است، یعنی الله متعال 10 مرتبه بر اون در واقع رحمت میفرستد. و در ادامه فرمود ثم صلی الله علی الوسیله، و بعد از آن از الله متعال مقام وسیله و جایگاه وسیله رو برای من طلب بکنید. توضیح دادن که مقام و جایگاه و منزلت وسیله یک جایگاهی هست که در روز قیامت فقط به یک نفر اختصاص دارد. الله متعال مقام را فقط به یک نفر میدهند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من امیدوار هستم که آن یک نفر من باشم که این مقام وسیله را و شفاعت محمود رو من دریافت بکنم. ایشون فرمودند که هر کسی که برای من طلب وسیله بکند در روز قیامت شفاعت من شامل حال اون میگردد. پس بنابراین الان 2 تا عبادت داریم. عبادت تلاوت قرآن یک عبادت مفتوح و بازی هست، هر وقت ما میتونیم انجام بدیم. یعنی اگر در وقت اذان ما قرآن رو بستیم و گوش فرا دادیم به اذان، به صدای اذان و تکرار کردیم، یک عبادتی رو انجام دادیم که بعد از اذان نمیشه اون انجام داد، اما میشه که قرآن رو بعداً هم ادامه داد. در غیر این وقت میتونیم که قرآن رو بخوانیم. پس بنابراین در چنین مسائل انسان باید اون عبادتی رو که محدد هست، فضیلتش وقت مشخصی رو داره، وگرنه اصلا فوت میشه. اینی که قابل فوت شدن هست و وقتش میگذرد، این انسان انجام بده. اون تلاوت قرآن رو که وقتش باز هست میتونه که بعداً تلاوت قرآن رو انجام بده، یعنی تضادی با هم دیگر ندارن. به صورت کلی جایز هست، یعنی مجبور نیستید. شما اجازه دارید از نظر شرعی که وقت اذان هم قرآن رو تلاوت بکنید، تلاوت قرآن رو قطع نکنید. اما اگر یک مقدار دقیق تر باشید و بخواید که بر اولا عمل بکنید، اولاتر این است که قرآن رو ببندید، در قرائت رو متوقف بکنید و صدای اذان رو بشنوید، اجابت بکنید، دعای اذان رو بخونید و بعد از آن دوباره می توانید که قرآن رو تلاوتش رو ادامه بدهید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشان این است، گفتن آیا زنی که طلاق گرفته دوباره می تواند با همان شوهر اولش ازدواج کند؟ اگر که زن و شوهر پایبند موازین شرعی باشند، در زندگیشون در نکاحشون و هم در طلاقشون راه سنت رو در پیش بگیرند، بر احکام اسلامی عمل بکنند، هیچ وقت به بنبست نمیرسند. اگر این طلاق اول باشد، بله میتوانند دوباره با هم دیگر ازدواج بکنند. یعنی این که شوهر زنش رو یک طلاق داده، الان 3 ماه گذشته، 3 ماه گذشته، عدتش تمام شده. قبل از این 3 ماه میتونه که بازگرده بدون هیچ گونه نکاحی، هیچ چیزی لازم نیست، حتی رضایت زن هم لازم نیست. اگر یک طلاق داد، 3 ماه یا 3 عادت ماهیانه گذشت، بعدن میتونن دوباره برگردن با هم دیگر دوباره ازدواج بکنن، نکاح بکنن. اگر طلاق دوم بود، تا 3 ماه بعدش میتونه که رجوع بکنه. اگر رجوع نکرد و عدت تمام شد، باز هم میتونن با هم دیگر برگردند و با رضایت هم دیگر ازدواج بکنن، یک عقد مجددی رو بکنن. اما اگر طلاق سوم بود، در این صورت نمیتونن با هم دیگر ازدواج بکنن. در صورتی که شوهر زنش رو 3 طلاق داده باشه، نه رجوعی داره، نمیتونن به هم دیگر بازگردن، بدون نکاح زندگی بکنن، و نه اینکه میتوانند با نکاح جدید با هم دیگر زندگی بکنن. این آخرین مرحله بعد از 3 طلاق هست. اگر طلاق اول و دوم باشه، میتونن با هم دیگر دوباره ازدواج بکنن. اگر طلاق سوم باشه، نمیتوانند با هم دیگر دوباره ازدواج بکنن، مگر با یک شرط
که این زن با اختیار خودش رفته باشه با یک شوهر دیگر ازدواج کرده باشه، اتفاقا شوهر دوم یا وفات کرده باشه یا اینکه به رضای خودشون طلاق داده باشه، در این صورت دوباره میتواند با شوهر قبلیش بیاد ازدواج بکند. اما تا زمانی که با یک نفر دیگر ازدواج نکرده با میل و رغبت خودش، نه اینکه مشروط باشه که نکاح حلاله باشه، این که از نظر شرعی حرام هست و جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن و نفرین کردن. اما اگر به اختیار خودش رفت با یک مرد دیگر ازدواج کرد، بعداً اتفاقا یا طلاق گرفت یا شوهرش وفات کرد، دوباره میتونه که با شوهر قبلیش ازدواج بکنه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن لطفاً نمازهای سنت را برای من شرح دهید که چگونه باید بخوانم و اینکه در نیت چه باید بگویم. نمازهای سنت یا به صورت کلی تمام نمازهایی که غیر از نمازهای فرض هستند، چه اسمش رو بگذاریم نفل بگذاریم یا سنت بگذاریم، سنت مؤکده بگذاریم یا واجب بگذاریم، تمام این نمازها در واقع مکمل نمازهای فرض هستند. ما باید به این که نمازهای فرضمون کاملتر باشد باید اهتمام بیشتری رو داشته باشیم، بیشتر توجه بکنیم و اگر نقصی در نماز ما باشد انشاءالله توسط نمازهای غیر فرض، نمازهای سنت و نفل و واجب انشاءالله که جبران می شود. نمازهای سنتی که ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایشون دستور دادن، در روایت متعددی اومده. در روایت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها هست در صحیح مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من صلى 12 رکعة فی یوم و لیلة بنى الله له بهن بیت فی الجنه. هر کسی که در یک شبانه روز 12 رکعت، در بعضی از روایات اومده که غیر از فریضه 12 رکعت غیر از نماز فرض بخواند، الله متعال در بهشت برای اون خانه رو بنا می کند. این فضیلت بسیار بزرگی هست. و در روایت دیگر، در روایت حضرت عایشه و دیگر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها رو تقسیم کردند که این 12 رکعتی که به عنوان 12 رکعت نماز سنت هست در چه وقت هستند. اینها 2 رکعت قبل از نماز فجره، 2 رکعت قبل از نماز فجر هست و 4 رکعت قبل از نماز ظهر، 4 رکعت قبل از نماز ظهر، 2 رکعت بعد از نماز ظهر و 2 رکعت بعد از نماز مغرب و 2 رکعت بعد از نماز عشا که مجموعاً میشوند 12 رکعت. و نماز سنت فجر یعنی 2 رکعت قبل از نماز فرض صبح این مؤکد ترین هست، خیلی تاکید بیشتر شده. و بعد از آن در مرحله دوم سنت نماز ظهر هست که سنت قبلیه که در این زمینه تاکید بیشتری اومده. مجموعاً 12 رکعت هستند، 2 رکعت قبل از فجر، 4 رکعت قبل از ظهر، 2 رکعت بعد از ظهر و 2 رکعت بعد از مغرب و 2 رکعت بعد از عشا که میشوند 12 رکعت نماز سنت. رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق کردند، مواظبت کردند. بنابر روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی همیشه بر این 12 رکعت در اون روایت 10 رکعت اومده، همیشه رسول الله صلی الله علیه و سلم مواظبت میکردند و این سنت هست. در مورد نیت نماز یک کار سختی نیست. نیت یعنی اراده قلبی شما، تصمیم قلبی شما. لازم نیست که شما حتما مشخص بکنید در قلب خودتون که من الان 2 رکعت نماز نفل میخونم یا 2 رکعت نماز سنت میخونم. بر زبان آوردنش به هیچ عنوان نه لازم هست، نه سنت هست، نه واجبه و نه فرضه. نیت کار قلبه. نیت یعنی تصمیم قلبی شما، اراده قلبی شما. همین که شما تصمیم گرفتید که بلند بشوید 2 رکعت نماز بخوانید، همین نیت نماز هست. لازم نیست که قبل از نماز یک جمله رو در دل تکرار بکنید یا اینکه بر زبان اون جمله رو تلفظ بکنید، چون این چیزی لازم نیست. شما وضو گرفتید میخواید 2 رکعت بخوانید، همین نیت قلبی شما همون نیت نماز هست. هیچ گونه لازم نیست که شما چیزی رو بر زبان بیاورید. یعنی صرفا شما تصمیم این رو بگیرید که من الان 2 رکعت نماز بخونم یا 2 رکعت نمازی رو که قبل از نماز فجر هستن که میشه سنت فجر، یا 2 رکعت یا 4 رکعتی رو که قبل از ظهر هستن که میشه سنت قبل از ظهر. لازم نیست که شما بگید که من الان 2 رکعت نماز قبل از فجر رو میخونم یا من الان نماز سنت ظهر رو میخونم، چون این چیزی تلفظ کردنش نه بر زبان لازم هست و نه زمزمه کردنش یا مرور کردنش در دل لازم هست. صرفا همین که شما تصمیم گرفتید، خودتون میدونید که وقت نماز ظهره، قبل از نماز ظهر شما همیشه 4 رکعت سنت رو میخونید، امروز هم بلند شدید که این 4 رکعت رو بخونید. خود همین بلند شدن شما و ایستادن بر مصلی این همان نیت قلبی شما و نیت نماز هست و نمازتون کاملا درسته. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و طبق معمول نیز خواهش میکنم بینندگان گرامی
که وقتی که سوالای شرعی را میخوان بپرسن سوالاشون آماده باشه و از طریق گوشی تلفن وقتی که تماس گرفتن با ما صحبت بکنن، چون صدا از گیرنده دیرتر میرسه. جناب مولانا بیننده بعدی پرسیدن اگر بخوایم یکی رو توصیف کنیم و بگیم مثلا فلانی که اعور است یا فلان خانم بد حجاب پوشیده یا بگیم فلانی قد کوتاه یا چاقه، آیا این نوع حرفا غیبت به حساب می آید یا نه؟ این برمیگرده به انگیزه‌ای که در این زمینه ها انسان داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم غیبت رو برای ما تعریف کردن. سوال کردن از صحابه که میدونید غیبت چی هست؟ گفتند که الله و رسول بهتر میدانند. ایشون فرمودن ذکرک اخاک بما یکره، ذکرک اخاک بما یکره، یعنی این که شما در مورد برادر و خواهرتون حرفی رو بزنید که ایشون دوست نداره که این حرف زده بشه، به گوش کسی دیگر رسیده باشه، اصلا دوست نداره که کسی از این مطلب اطلاع پیدا بکنه. این تعریفش هست، این تعریف غیبت هست. یعنی شما در این زمینه غیبت کردی، فلانی فلان کار رو انجام داده و نمیخواد که کسی خبر بشه. شما اگه مردم رو خبر کردید در واقع غیبت اون رو انجام دادید و این از نظر شرعی گناه هست و بسیار از علما این رو جزء گناهان کبیره میدونن و در قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از این منع اومده. در سوره حجرات الله متعال میفرماد ولا یقتل بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، از همدیگر غیبت نکنید، بدگویی نکنید، پشت سر همدیگر حرف نزنید. آیا دوست دارید که گوشت برادر یا خواهر مرده تان را بخورید؟ یعنی شناعت و زشتی حرف زدن پشت سر مردم مانند این هست که اون فردی که شما در موردش حرف میزنی مرده باشد و شما گوشت بدنش رو که در حالتی که مرده اون رو بخواید که تناول بکنید و بخورید. چه اندازه زشت هست و شما چون این کاری رو انجام نمیدهید، غیبت کردنش هم به همون اندازه از نظر شرعی گناه دارد و زشت هست. و احیانا مردم یعنی امروزه زیرکانه غیبت میکنند، یعنی بسیاری از مردم وقتی غیبت میکنند یک به قول معروف قیافه حق به جانبی رو میگیرن و غیبت میکنن. به طور مثال میگن که الله ما رو نجات بده، فلانی عجب کاری رو انجام داده، یا با دایه یعنی به صورت دلسوزی میگن در جلوی مردم، یا به عنوان تعجب میگن، یا به موارد دیگر ذکر. تمام اینها جزء همون موارد غیبت است. یعنی موردی رو که شما مطمئن هستید که برادر و خواهر شما دوست نداره که به اطلاع دیگران برسد، به هیچ عنوان اینو ذکر نکنید. من یک نکته بسیار جالبی رو از عبدالله ابن مبارک رضی الله تعالی عنه و رحمت الله علیه به خاطر در یک کتاب مطالعه کرده بودم که ایشون شاگرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند. یک تعبیر بسیار جالبی رو در مورد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دارند. ایشون میگن که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بسیار بخیل بودند. گفتند یعنی چی بسیار بخیل بودند؟ اون چیزی که از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه معروف هست، ایشون سخاوتشون خیلی یعنی زبان زده عام و خاص بوده، حتی شاگردانشون رو شهریه میداده. از تجارتی که دادن، علمایی که در زمانشون بودن از ایشون همیشه شهریه میگرفتند و یعنی قسمتی یک اموالی رو برای تجارت اختصاص داده بود فقط که درآمدش مال علما بود. اما وقتی که گفتند که خیلی بخیل بودند، مردم تعجب کردند. گفتن یعنی چی؟ گفت یعنی این که به هیچ عنوان نیکی های خودش رو به کسی دیگر نمیدادند. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی این که اصلا غیبت نمیکردند. من تا حالا سراغ ندارم، بیادم نمیاد که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در مورد کسی غیبت کرده باشند. و وقتی شما از کسی دیگر رو غیبت کردید، یعنی این که نیکی های خودتون رو دو دستی تقدیم کردید به اون فردی که دارید غیبتش رو میکنید. غیبت کردن حرام هست، منتها مواردی استثناء وجود داره، یعنی این که جزء غیبت محسوب نمیشن. یکی از این موارد این است که به طور مثال شما میروید پیش قاضی و شکایت میکنید. یک فردی میره پیش قاضی شکایت میکنه که فلانی بر من ظلم کرده، فلانی مرا زده، مال مرا خورده، فلان کرده. گرچه این یک عیبی هست که فلانی ظالمه، فلان کار رو انجام داده و شما به عنوان شکوه این رو پیش قاضی بردید، این هیچ گونه گناهی نداره و غیبت هم شمرده نمیشود. یک سوالی مثلا از مفتی میپرسید که فلانی این کار رو با من کرد، این حرف رو به من زد، فلان کار رو کرده، از نظر شرعی حکمش چی هست؟
این هم هیچ گونه اشکال شرعی نداره و جایز هست. یا اینکه شما یک کسی رو به عنوان تحذیر، به عنوان دلسوزی میگید که مواظب باشید در این شهر مثلا افرادی هستند که احتمال داره که شرشون به شما برسه، معروف هستند به شر، و میگه که در فلان شهر که رفتی مواظب باش با فلانی یعنی رفت و برخاست نداشته باشی که احتمال داره که ضرر و زیانی به شما برسه. برای به عنوان در واقع هشدار دادن هست. این هم گناه شرعی ندارد و جایز هست. و دیگری مشورت دادن در هنگام خواستگاری هست. یک فردی اومده یک جای خواستگاری کرده، الان پدر دختر اومده از شما میپرسه که فلانی چجور آدمی هست. شما دیگه نباید اینجا کتمان بکنید، میگه که فلانی نماز نمیخونه، نمیدونه اخلاقش بد هست و فلان عیب رو داره. در اینجا اگر عیبش را گفتید مرتکب گناه و غیبتی در واقع نشدید. و همچنین افرادی رو که جز مجاهرین هستند، یعنی جز کسانی هستند که تابلوان در شهر، دیگه همه میدونند فلانی یعنی دزد درجه یک فلان شهر است، اگر بهش گفتید دزد این غیبتی شمرده در واقع نمیشه. کسی که گناه رو علنا انجام بده، هیچ ابایی نداره، در ملأ عام گناه رو انجام میده، اگر شما گفتی فلانی این کار رو انجام داده، این غیبتش محسوب در واقع نمیشود. و همچنین یکی از موارد اینی هست که در سوال اومده بود که ایشون گفت پرسیده بودند که فلانی مثلا اعور هست، یا فلانی کوره، نابینا هست، فلانی قدش بلند هست، فلانی قدش کوچک هست. اگر اینو به عنوان عیب گفت، همون میشه در واقع غیبت هست. مثلا به عنوان طعنه گفت که وقتی میخواد اونو به اصطلاح خوردش بکنه، به قول معروف طعنهش بزنه، میگه تو فلان عیب رو داری، یعنی با همون مثلا با صفت کوری یا لنگی به هر صفت دیگر اون صدا میزنه. اما اگر گفت که مثلا علی فلان کار کنه، خب کدوم علی؟ میگه همون علی که نمیدونم فلان فرض کن قدش بلند هست، یا اینکه پاش لنگ هست، یا اینکه نابینا هست، یا هر کسی دیگری که باشه. در این صورت این عیب و ایرادی شمرده نمیشه و از نظر شرعی شما غیبتی رو انجام ندادید. یعنی صفاتی که مشخصه های یک فرد در جامعه هستند و به عنوان بدگویی شما نمیگویید، این از نظر شرعی غیبت هم شمرده نمیشه. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان رو میگیریم و از اتاق فرمان خواهش میکنم که اولین تماس بیننده رو وصل بکنه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. فقط باز بینندگان خواهش میکنم که از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنن، منتظر نباشن صداشون در تلویزیون پخش بشه، چون واقعا صدا دیرتر میرسه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بله، سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. بله استاد، از طریق گوشی تلفن صداتون حرفتون ادامه میدین و منتظر نباشین صداتون در تلویزیون پخش بشه. سوال شرعیتون لطفاً. بله استاد، تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. شما خوبه، خسته نباشید. سلامت باشین. من چند سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ بعضشون خیلی اصرار کنند در این موقع مثلا کتاب میخونن، حالا کتاب ریاض‌الصالحین میخونن، یا اینکه مثلا کتاب فضائل تبلیغ میخونن بعد از نماز ظهر، و بعد هم مثلا میگن دعا میکنن. اگر کسی هم دعا کنه به اون میگن شما چرا دعا نکردی، یا بشین مثلا دعا بکن. اینو یعنی الزامی بهش میگم که باید دعا بکنی، یا دستار مثلا بلند کنی، یا این طرفی که دعا میکنه دستار بلند میکنه شما هم باید آمین بگید. یکی این. و مثلا دوم این که در معمولا در دو وقت، یکی بعد از نماز صبح، یکی هم بعد از نماز عصر. این همین قضیه سوال اولتون؟ یا سوال دوم همین که گفتم که یکی بعد از نماز صبح میخونن، یکی هم نماز عصر میشه. مثلا امام میشه تسبیحات رو مثلا میشه، بعد این تسبیحات رو گفت دستار بلند میکنه و دعا میکنه، و مردم اکثرا هم تاکید میکنن بعد اینکه باید ما هم میگه دعا بکنید. من
بعضی ما مثلا میکنید این ثابت نشده درست نیست، برحال ناراحت میشن یا خود میگن شما هم باید این کارو بکنید و یا دعا بکنید و بعد این دعا خیلی تاکید دارن. بله این اگر یک سوال دیگه هم اجازه دارم بپرسم. بفرمایید. سوال سوم این که خدا آماده نکردین؟ انشالله اگر دوباره یادتون اومد تماس بگیرین و بپرسین، مشکل نداره. تماس بعدی بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک سوال دارم. بفرمایید سوالتون. یک حدیث هم میخونم و میره با حضرت استاد شرح کنم. از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که در باره آیت الکرسی چنین فرمودند است که کسی که این را بخونه بعد از هر نماز وقتی که از دنیا رفت راست بهش میرود. این احادیث را بعد هر نماز میخونی یا اینکه بعد نماز فرض؟ چه دعایی؟ یعنی دعاش مشخصه؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ سوال واضحه؟ بله بله. انا سوال دیگه معنیه که امام مسجد ناظر یکم بلندتر صحبت کنید برادر گرامی. امام مسجد قرآن را خطا میخونن، اما در خونه بخونه بهتره که هم پشت سر هم بریم نماز بخونیم؟ در نماز فرض یعنی قرآن را اشتباه میخونه؟ مثلا یعنی سوره‌ای که در نماز خونده میشه همون نماز بله بله. در اون سوره خطا، مثلا سوره الرحمن خطا میخونن. درست. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. تماس بعدی بیننده بس کنید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. کجا مولانا صاحب انصاری؟ بفرمایید سوال شرعیتون لطفاً. من فقط میخواستم که تشکری داشته باشم از شبکه جهانی وسایل حق از برنامه‌های خودش. سلامت و میخواستم که اگر شما در نظر داشته باشیم اگر صحبت‌های جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری که ارتباط با شیراز صحبت کردن، اگر شما از این شبکه خود به نشر برسانید تا همه دنیا و بیدار باشن بخصوص اهل سنت جماعت. انشالله. تشکر میکنم از پیشنهاد شما و خیلی ممنون. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. تشکر میکنم از برنامه خوب شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم، بفرمایید. استاد خسته نباشید، خوبی شما؟ سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. سلام بر حضرت مولانا هم تقدیم می‌دارم. عرض میشه به حضورت که فردا به اصطلاح 10 محرمه. آیا ما میتونیم 10 محرم و 11 محرم روزه بگیریم یا اینکه نه حتما باید 9 بگیریم؟ این هم رسما میگم حدیث هست که حتما 9 باید گرفته بشه یا نه 10 و 11 باید گرفته بشه. اینو مفصل توضیح بدین که من بهتر بدونم. جزاک الله خیر. شکرا. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. مهدی از ایران است. بفرمایید سوال شرعیتون لطفاً. چند تا سوال داشتم. اول تشکر میکنم. سلامت باش. برادر گرامی از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. صدا از تلویزیون دیرتر میرسه آقا مهدی. تشکر میکنم از مولانا قدوسی بابت بیان احکام و از مجری خیلی خوب و توانا. سلامت باشید. ما از مطالب شما خیلی استفاده میکنیم. خواهش میکنم اگر سوال شرعی دارید لطفاً سوالاتون بپرسید چون وقت برنامه کمه و بینندگان میخوان تماس بگیرن. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. الحمدلله رب العالمین. امروز تونستم با شما من چند سال بفرمایید. استاد مهربان حضرت قدس حالا گرامی صداتون قطع وصل داره میشه، نمیدونم یک کمی بلندتر صحبت بکنید ان شاء الله صدا بهتر بشه، یا هم دوباره تماس بگیرین چون اینجا صدا پیش ما یعنی کلا داره تکه تکه میاد. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله، من یک سوال دارم، ببخشید از شما. بفرمایید. یک سوال دارم که امروز میگه 10 محرم است. اگر 10 محرم است ما روزه نگرفتیم، میخوایم که امروز 10 نیست. اگر 10 نیست امروز؟ نه، امروز 9 بوده، یعنی در کشورهای عربستان. خیلی سبا میشه که ما روزه میگیریم، یک روزه میگیریم که به خاطر که نمیتونم مریض هستم، یک روزه میخوایم بگیرم. درست. این صحیح است یعنی از استاد محترم سوال کنین امیره؟ انشالله. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیلی یک سال دیگه دارم که مگه باز میگن 2 روز آدم بگیره، مثل یک روزش نگیره که مثل یهود و نصارا چین تو گپا میزنن. درست. سوالتون واضح، انشالله پاسخ رو دریافت میکنید. تشکر میکنم از شما. تشکر، خدا سلامت باشین. تشکر میکنم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. استاد ایرانی چند تا سوال داشتم خدمت شما. سوال اولتون؟ سوال اولا اینکه شهید در راه خدا نماز داره یا نه. سوال بعدی هم آداب و روش کامل نماز جنازه. و سوال بعدی که داشتم آیا نماز مفترض پشت سر امام متنفل ادا می شود یا نه؟ یعنی درست. نماز فرض متوجه شدید استاد گرامی؟ بله، نماز یعنی کسی که نماز سنت میخونه برای نماز فرض به او اقتدا کنیم. بله، کسی که به اون امام نماز نفل بخونه ولی مبتدی با نیت فرض بخونه مبتدی. درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه این که همه جای وادی غدیر دقیقاً کجاست؟ شبکه کلمتون استاد هاشمی یه جای سبز و یه نهزار بود ولی شبکه وسط دیدم یکم دشت و چند درخت بود ولی ما متوجه نشدیم، یکم گیج شده برای ما پیش اومد. درست. سوال دیگه هم دارین؟ سلامت باشید. سلامت مخصوص از جناب مولانا عبدالقدوس بیغان. سلامت باشین. تشکر میکنیم از شما. السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله. سلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو، بفرمایید برادر گرامی. سلام علیکم و رحمت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. صداتون داره قطع وصل میشه. بله جانم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ما از افغانستان تماس گرفتیم از ولایت جوزجان. بفرمایید برادر از جوزجان، در خدمت شما هستیم. ما قرآن شریف میخوانم، تفسیرش هم میخوانم، تفسیر میخوانم عربیش یاد ندارم. دومی که یعنی چی کار میکنین؟ تصویر میخوانین؟ تفسیر میخوانم. بله، باز همین مذاهب که یا حنیفی یا شافعی حنبلی همین چیزی که خود حنیفی هستیم ما زمین کلش بگذاریم، میگم صرف حل سنت باشیم، توحید از خداوند چی کنیم، همین دو چیز در دلم جای بتیم. دیگه شیخ دل ما گرفته ای که تلویزیونا را همین یکم تلویزیون و صالحات و کلمه و توحید و نور بسیار تشکر. دیگه خود داد بسیار سر ما را بیخد دار آورده. دل خدایی ندارم تا صرف از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیروی کنیم از خداوند. درست. تشکر میکنم. خدایی نداره. خدا نگهدار شما. تشکر میکنم شما. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستم. سلامکم الله ان شاء الله.
بفرمایید سوال شهریتون. سلام علیکم بفرمایید. من میخواستم همراه استاد دهقان اگر خصوصی با تماس هم چطور میکنم؟ اگر بتونین بعد از برنامه تماس بگیرین مولانا در خدمتتون هستن ان شاء الله. دمی شماره؟ بله بله. زنده باشین. سلام یعنی چند ساعت بعد؟ ان شاء الله بلافاصله بعد از برنامه یا 5 دقیقه بعد از برنامه. 10 دقیقه بعد از برنامه. زنده باشین. سلامت باش. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید من یک سوال داشتم. وقت نماز یک صدای صداتون قطع وصل میشه خواهر گرامی. نمیدونم اشکالش چیه. دوباره بپرسین از اول. نماز میخوانین؟ بله وقتی نماز میخوانم من باری که بالا و پایین میرون اکبر از چطور؟ 3 بار 3 بار الله اکبر میگوین؟ میگم بله. یعنی در نماز که وقت الله اکبر 1 بار میگم مسئله نیست؟ یعنی 3 بار الله اکبر میگوین یا 1 بار؟ 3 بار. درست. بله. یعنی من سوالتون رو اینجوری فهمیدم خواهر گرامی که گفتین وقتی که در نماز بالا و پایین میروین 3 بار الله اکبر میگین در هر بار. سوال این است؟ نماز یعنی الله اکبر هر بار 3 بار میگی الله اکبر در نماز خوانده می. درست. تشکر میکنم از شما. تشکر. خدا نگهدارش. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. الو سلام. آیت مجیدی هستم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهر گرامی. برای اینکه میخواستم قرآن حفظ کنم. صداتون پایینه. الان خوبه؟ بله بهتره. گفتم قرآن حفظ کنم اما صندلی نمیرستم تو یکی حدیث پیدا کردم. باز صداتون داره قطع وصل میشه. از نو سوال بپرسین. از نو سوال بپرسین. گفتم که در مورد حفظ کردن قرآن. در مورد حفظ کردن قرآن دارن تماس مشکل داشت. اگه تونستین انشاءالله دوباره تماس بگیرین. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. استاد محترم سوال من اینجاست که آیا در وقت رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم آیا این رقم عزاداری هم تیر شده که لباس سیاه بپوشن و عزاداری کنن؟ سوال دیگه هم دارین؟ تنها سوال من میجاست. نه تشکر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سوال داشتم. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سوال داشتم. بفرمایید. سوال شهریتون؟ ببخشید نماز میخونیم با تجوید نمیتونیم بخونیم. آیا این نماز درسته؟ بس موقع نماز هم حواسمون خیلی پرت میشه. آیا این نماز هم درسته؟ چجوریه؟ درست. اگه میشه آقای دهقان جواب بده. انشالله. تشکر میکنم از شما. خب خیلی ممنون. سلامت باش. خدا نگهدار شما. سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. یک چند سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال وقتی که نماز خوندن از سجده اول خستن رب اغفرلی 2 مرتبه میگم. آیا این درست است یا نه؟
و سوال دویمم این که مولود یکی از خانواده رو در احاطه خانواده جشن گرفتن اینم ممکن است یا نه؟ به چه صورت؟ در مولود یکی از خانواده رو در احاطه خاندان فقط همین با برادران خواهران خود جشن گرفتن درست است؟ بعد در برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز خواندن در حق پیغمبر اینش هم خطا یا که صحیح است؟ چه خیلی است میفهمونده؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر بسیار. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. استاد من از سویت حرف میزنم، شعیب هستم. بفرمایید آقا شعیب. محترم، سوال من این است که اگر امام در نماز جمعه خطبه شروع بکنه و در مقتدی بیاید به نماز سنت استاده شود، گوش نمیکنه خطبه را، او امام خطبه را به نماز ترکی میخونه، آیا این جایز است که او نماز سنت بخونه و یا بهتر است که خطبه را به ترکی گوش بکنه؟ درست. ما این سوال من است میخوایم بپرسم. سوال دیگه هم دارین؟ بله صاحب. سوال دیگه هم دارین یا آخرین سوالتون بود؟ نه این سوال آخر من است. درست، تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم برادر محترم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. من یک سوال به شما از استاد بزرگوار. بفرمایید. وسوسه زیاد دارم موقعی که نماز میخوانم، غیر نماز خوانم بیشتر موقع، یعنی هرچند بعضی موقع خوب میشم، مثلا ذکر الله میکنم، بالاخره استاد ذکر الله مشغول میکنم خوب میشه، ولی بعضی موقع باز خیلی وسوسه میاد به دل من. یک راه چاره بالاخره استاد محترم ما راهنمایی کنه. درست، تشکر میکنم از شما. خواهش میکنم موفق باشین. سلامت باشین. خدا نگهدار شما. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین. سوال شریعتون لطفاً. من یه سوال شریعت داشتم خدمتتون. من چندین ساله که طلسم جادو شدم، در قبرستان کهنه این کار برام کردم، الان هم خیلی مریض و بیمار هستم و اون طرف که طلسمم کرده میشناسمش، حالا چیکار کنم که این طلسمم باطل بشه یا بیرون بیاد؟ خیلی حالم خرابه با این طلسمم که کردم. یعنی کسی که طلسم کرده رو هم میشناسین؟ بله، در قبرستان کهنه کرده این کارو. وقتی که یه ملایی رفتم قرآن بر من خوند، به حرف اومدن گفتن که طلسم کردن در قبرستان کهنه، بعد فلان جا طلسمم کردن، حالا چیکار کنم که این طلسمم باطل بشه یا بیرون بیاد؟ ان شاء الله پاسخ دریافت میکنیم. تشکر میکنم شما. سلامت باشین. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم استاد مهربان. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. استاد مهربان، بله؟ از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین. علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. استاد محترم، بعد از نماز شام نماز میخوانم در روی بیایچه. بعد از نماز شام؟ بعد از نماز شام 2 رکعت نماز نفل میگن در روی بیایچه. 2 رکعت نماز به روح؟ بعد از نماز شام. درسته، بعد از نماز شام 2 رکعت نماز میخونید برای چی؟
به خاطر بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها درست. گرفتید؟ تشکر. بله بله، سوال واضح است. تشکر میکنم از شما. خدا نگهدار شما. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم، بفرمایید. ظاهرا تماسشون مشکل داره. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. استاد سوال من اینه که زنها در ماه مبارک رمضان قرص میخورن که 3 روز از رمضان نماز روزه هاشون کامل بشه. آیا واجب است که بعد از رمضان روزه گرفت به خاطر اینکه قرص خوردن؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ الو؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه مرسی. سلامت باشین. تشکر میکنم. آخرین تماس بیننده رو بگیرین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. علیکم السلام، جور بخیر برادر. من یک سوال دارم درباره ما میخواستم که چند مدتی را روزه بگیرم به خاطر رضای خدا و تزکیه نفس خود. دیگه من کارگر هستم، در پیش صاحب کارم در هفته یک پیره مثلا سر میخوره، صاحب کار زنگ میزنه که به این جنان میخوریم، اونقدر جدی میگیره. من نمیخوایم که دروغ بگویم و نمیخوایم که روزه بگیرم که افشا شوه مثلا، چون که من 24 سال سر کار قطع خانی از دارم، باز بسیار گفار پیش روی میارن، انسان فریب میخوره. بعضی خاطر من نمیتونم که بگویم که من روزه هستم، مجبور میشم امو روزه که او زنگ میزنه میرم، در صورتی که تا نماز عصر هسته من روزه هستم میرم، همین یک لقمه نانی که پیش میبونه مجبور اونا حاضر من بخورم، یعنی روزی معده میشه. حاضر نیستم که بگویم و حاضر نیستم که فریب کاری کنم مثلا خود از پیش غایب کنم. یعنی حکم از چی از دو پر ما میسوسم روزی خود خوردیم. درست. سوال دیگه هم داریم؟ یک جهان تشکر، زنده باشید. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشین. أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر ما لعمران خلقتا وما تركت لك الأيام عذرا لقد وعظتك لكن ما اتعظتا تنادي للرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت وتسمعك النداء وأنت لاه عن الداعي كأنك ما سمعت وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت معائب هذه الدنيا كثير وأنت على محبتها طبعت يضيع العمر في لعب ولهو ولو أعطيت عقلا ما لعبت فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت ولست بآمل ردا لدنيا فتعمل صالحا فيما تركت أيا نفسي خوضا في المعاصي
يطول العمر حتى أرى زاد الرحيل وقد تأتى. علمت فدع سبيل الجهل واحذر، وصحح قد علمت وما عملت. ويا من يجمع الأموال قل لي، أيمنعك الردى ما قد جمعت؟ ولا تهمل فإن الوقت يسري، فإن لم تغتنمه فقد أضعت. وتعلم إنما الدنيا منام، فأحلى ما تكون إذا انتبهت. هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوك ضعف ما فيها سررت. تحدث عنهم وتقول كانوا، نعم كانوا كما والله كنت. حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم، فأحسن ما استطعت. سل الأيام عن عم وخال، وما لك والسؤال وقد علمت. ألست ترى ديارهم خواء، فقد أنكرت منها ما عرفت. سؤال، لو أن لعمري ميزانا ما المكيال، أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمالنا
سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا. ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين، بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين. لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير، الآن فخير الوقت الآن يحين. بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين. وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري. هنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالي جئت لكي عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. بینندگان تماس گرفتن در قبل از میان برنامه و سوالاشون رو پرسیدن. جناب مولانا اولین بیننده گفتن که در جایی که نماز میخوانن در مسجد همیشه بعد از نمازها معمولا کتاب رو میخوانن، مثل کتاب ریاض الصالحین یا فضائل تبلیغ و کتاب دیگه. مردم اجبار میکنن که بشینن و دعای دست جمعی هم میخونن. حکم این کار چیست؟ دعای دست جمعی. دعا به صورت کلی یک عبادت هست. از رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمودن دعا یعنی عبادت و همان عبادت هست و این مورد اتفاق هست که دعا یک عبادتی هست و وقت مشخصی رو ندارد. یعنی هر وقتی و در هر جایی که شما دعا بکنید هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، منتها یک وقت و زمانی را و یک کیفیت خاصی را شما اجازه ندارید که به دعا اضافه بکنید. دعا مطلقاً اومده در هر جا جایز هست، منتها اگر بخواهید که یک جا به صورت یک سنت یا به صورت یک عادت همیشه دست جمعی دعا بکنید، چون این چیزی تبدیل به بدعت می شود. یعنی یک روشی در دعا شما ایجاد کردید که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوده. دعا بعد از نمازها از رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه به صورت دست جمعی ثابت نیست، با این که رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه نماز را با جماعت می‌خواندند، اما یک مرتبه هم ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از نماز دستها را بلند بکنند، دعا بگویند و صحابه آمین بگویند. کاری را که پیامبر انجام نداده سنت نیست و اگر ما خلاف سنت پیامبر رو انجام دادیم یعنی این که یک بدعتی رو در واقع ایجاد کردیم. حتی در کتاب‌های احناف هم این مورد جز مواردی هست که سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم شمرده نشده، صرفاً به خاطر تعلیم مقتدی ها گفتند که جایز هست که امام در برخی از روزها و چند روز این عمل رو انجام بدهد، اما لازم گرفتنش به اتفاق علما یک نوع یعنی ناجایز هست و در دایره بدعت شمرده می شود. و
همچنین دعا کردن بعد از به قول مردم بعد از تعلیم یا بعد از خواندن کتاب ریاض الصالحین یا فضائل اعمال یا هر کتاب دیگر یا حدیثی دیگری که باشد، اینم در واقع یک نوع بدعت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم که خودشون اساساً این که ما میخونیم ریاض الصالحین حرف رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. خود رسول الله بعد از حرف خودشون دعا نکردند. صحابه وقتی که این احادیث رو نقل میکردند و محدثین وقتی که نقل میکردند بعد از نقل حدیث دعا نمیکردند. حتی در مدارسی که خود ما داریم، به طور مثال در مدارسی که در بلوچستان هست، ایشون از بلوچستان این سوال میکردن، همین کتاب ریاض الصالحین که شما در مسجد میخونید در مدرسه هم میخونند، یک از کتاب‌های درسی است، اما در هیچ درسی و در هیچ زنگی بعد از کلاس ریاض الصالحین دعای دست جمعی نمیکنند. یعنی این که دعا دست جمعی کردن اینا جز موارد بدعتی هست که هیچ گونه اصلی در شریعت و اسلام ندارن و دعا بعد از نماز جایز هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم ترغیب کردن در یکی از روایاتی که در سنن ترمذی هست و روایتش هم حسن هست، از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد که ای دعای اسمع، کدام دعا یعنی شانس اجابت بیشتری رو دارد؟ ایشون فرمودن دعایی که در جوف شب هست، یعنی در دل شب شما دعا میکنید و دوباره صلوات المکتوبه که بعد از نماز مکتوبه و نماز فرض در این وقت دعا قبول می شود، اما ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت دست جمعی دعا بکنند. به صورت انفرادی هر کسی دعا می کند هیچ اشکالی نداره، جایز هست و کسی هم حق نداره که ممانعت بکنند، اما به صورت دست جمعی دعا کردن بدعت هست، ثابت نیست و کسی هم حق ندارد که فرد دیگر را مجبور بکند که حتما دعا بکنید یا بعد در دعا بنشینید. بله، یعنی سوال دوم بینندم در مورد نماز صبح و عصر بود، گفتن که امام تسبیحات انجام میده و بعد دعا میخونه. یعنی ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم نه بعد از نماز صبح نه نماز عصر و نه بعد از نمازهای دیگر دعای دست جمعی مطلقاً از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و هیچ گونه دلیلی از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارد. بیننده بعدی گفتن که حدیثی شنیدن در این زمینه که کسی که آیت الکرسی بخواند بعد از هر نماز اگر بعد از مرگش به بهشت می رود. حالا گفتن که آیا این آیت الکرسی خواندن، این دعا بعد از هر نماز فرض است یا سنت هم شامل می شود؟ بله، در مورد خواندن آیت الکرسی بعد از نمازهای فرض روایتی در این زمینه هست. سنن روایت کردن، در سنن نسائی هست، حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلات لم یمنعه من دخول الجنه الا ان یموت. هر کسی که بعد از هر نمازی دبر کل صلات مکتوبه اومده، هر کسی که بعد از هر نماز فرضی آیت الکرسی را بخواند مانع از ورود بهشت نیست مگر اینکه وفات بکند. یعنی تنها مانعی که وجود داره این است که وفات بکند و ان شاء الله که به بهشت می رود. این روایت از نظر سندی گرچه برخی از علما اشکالاتی گرفتن، اما در مجموع یک روایتی هست که سندش جید هست، یعنی می شود که برای این در واقع عمل کرد و این مخصوص نمازهای فرض هست و در خود نماز اومده که فی دبر کل صلات مکتوبه اومده، یعنی بعد از هر نماز فرض، نمازهای پنجگانه و بعد از نمازهای سنت ثابت نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن امام مسجدی که در آن نماز میخوانند قرآن را خطا و اشتباه میخواند، کدام بهتر است، در خانه نماز بخوانند یا بیایم پشت سر این امام نماز بخوانند؟ ولی اینکه امام اشتباه بخواند یا سبق اللسانی صورت بگیرد یا تجویدش کامل نباشد، شما اجازه ندارید که به خاطر اینکه صدای امام خوب نیست یا به خاطر این قرائتش خوب نیست یا لحن داره در قرائت، شما اجازه ندارید که نماز جماعت را ترک بکنید و تنهایی نماز بخوانید. در هر صورت در مسجد و با جماعت نماز بخونید. سوال بعدی بیننده در مورد روزه ماه محرم است، گفتن که آیا میتونیم به جای نهم و دهم در دهم و یازدهم روزه بگیریم؟ به صورت کلی روایتی که در مورد روزه عاشورا اومده این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم روز عاشورا را یعنی روز دهم محرم را روزه گرفتند، حتی دستور دادند که مردم روزه بگیرند، حتی در سالهای نخست پیام میفرستادند در خونه مردم، اعلام کردند هر کسی از شما که امروز چیزی روزه بوده که خوب هست و کسی هم که روزه نبوده و چیزی نخورده نیت روزه بکنند و هم رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه گرفتند و هم که فضیلتش رو قبلا
عرض کردم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که من امیدوار هستم که روز عاشورا که فردا هست اگر که کسی روزه بگیرد این کفاره 1 سال گناهان گذشتهش ان شاء الله خواهد بود. منتها در این زمینه روایت دیگری هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که اگر من سال آینده زنده باشم 9 و 10 را روزه میگیرم. 9 و 10 را روزه بگیرم که آخرین سال حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و زنده نماندند که 9 و 10 را در واقع روزه بگیرن سال بعدی. این از نظر عملی تنها ثابت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط روز عاشورا رو روزه گرفتن و از نظر قولی تشویق کردن اگر ما سال دیگر زنده ماندم من روز 9 و 10 را هم روزه میگیرم. فلسفه اینه که 9 و 10 هست به خاطر مخالفت با یهود در آن زمان هست که در مدینه بودند و در جزیره عرب بودند و که روز 10 را روزه میگرفتند. رسول الله صلی الله علیه وسلم به خاطر اینکه یک تفاوتی باشه بین عبادت یهود و عبادت مسلمانان گفتند که ما به جای 1 روز 2 روز روزه میگیریم 9 و 10 را. اما اگر کسی نتوانست به خاطر مخالفت با یهود 9 و 10 را روزه بگیرد اشکالی ندارد. میتواند که مریض هستن. بله میتواند که 10 و 11 را روزه بگیرد به جای 9 و 10. این اولاتر است چون که در لفظ حدیث آمده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند اگر من زنده ماندم 9 و 10 را روزه میگیرم. این اولاتر است. اگر کسی نتوانست اشکال نداره میتونه 10 و 11 را روزه بگیرد. و سوال بیننده دیگر اگر کسی نتوانست بازم فضیلت فقط در مورد روز 10 هست، یعنی در مورد روز 9 و روز 11 فضیلتی وارد نشده. گرچه به صورت کلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که بهترین روزه بعد از روزه ماه مبارک رمضان ماه محرم هست، به صورت کلی ثابت شده. اما دقیقاً برای روز 9 و روز 11 فضیلت خاصی بیان نشده، صرفاً همین مورد که مخالفت با یهود هست که 9 یا 10 را روز 9 و 10 یا 10 و 11 و برای کسانی که نمیتوانند صرفاً روز 10 را روزه بگیرند این فضیلت رو ان شاء الله دریافت خواهند. ان شاء الله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن کسی که در راه خدا شهید شده است آیا بر او نماز جنازه خوانده می شود؟ نظر جمهور اهل سنت و الجماعت این است که کسی که در شهید می شود، نه اینکه کسی که فرض کنیم که ماشین تصادف کرده و دچار سانحه شده و فوت کرده این رو نمیشه اسمش رو گذاشت که شهید هست. شهید اون کسی هست که در جنگ بین مسلمانان و کافران در واقع کشته می شود. در این زمینه جمهور علما نظرشون این است که نه نماز خونده میشه بر اون و نه غسل داده میشه، بدون غسل و بدون نماز و با همون لباسی که پوشیده با همون گونه اونو در واقع دفن میکنن، به دلیل اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم شهدای احد رو نه بر اونها نماز خوندند و نه بر اونها در واقع کفن کردند، اونها رو با همون لباسی که بود اونها رو خوندند، یعنی بدون اینکه نماز بخونند و بدون اینکه اونها رو کفن بکنند همین گونه اونها رو دفن کردند. زیرا که فلسفه نماز این هست که این یک نوع در واقع شفاعتی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعایی رو که ما میخونیم به عنوان شفاعت هست برای اون مرده و شهید نیازی به شفاعت نداره و خود شفیع دیگران خواهد بود. شهیدی که معرکه هست که در معرکه در جنگ بین مسلمانان و کفار کشته شده نیازی به نماز و غسل در واقع نداره. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن آداب نماز جنازه به چه صورت؟ نماز جنازه 4 تکبیر هست که نزد جمهور علما هر 4 تکبیر جزء ارکان نماز جنازه هستند و جمهور نظرشون بر این است که یعنی بعد از تکبیر اول وقتی که امام تکبیر که میت را جلوی امام در واقع میگذارند و امام و مقتدیان پشت سر امام میایستند و 4 تکبیر داره نماز جنازه که بعد از تکبیر اول سوره فاتحه خونده میشود. این نظر جمهور است. بعد از تکبیر اول سوره فاتحه خونده میشود و بعد از تکبیر دوم درود خوانده می شود، هر درودی که باشه. همین درودی که در نماز می خوانید اگر این رو بخوانید هم خوبه، ثابت است و اشکالی نداره. اگر درود دیگر الفاظ دیگری باشند یا تنها بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد همین تکرار بکنید باز هم هیچ گونه اشکال نداره. بعد از تکبیر اول سوره فاتحه خوانده می شود و بعد از تکبیر دوم در واقع درود خوانده می شود و بعد از تکبیر سوم شما دعا بکنید برای میت. این که عرض کردم که نماز میت و نماز جنازه یک نوع دعایی هست برای میت، معنیش این است که بعد از تکبیر سوم برای میت دعا بکنند. الان اگر کسی دعای مسنون و معروفی رو بلد هست همون دعا رو بخونه، اگر بلد نیست حداقل با همون زبان محلی خودش هم دعا بکند که پروردگار فلانی رو مغفرت بکن و معافش بکن، باز هم هیچ گونه در واقع ممنوعیتی نداره و دعاهای متعددی در این زمینه هست. هر دعایی که برای میت شما دعا بکنید از نظر شرعی جایز است، اشکال نداره. مانند
دعای معروفی که اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غایبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللهم من احییته منا فاحیا علی الاسلام و من توفیته منا فتوفه علی الایمان اللهم لا تحرمنا اجره و لا تضلنا بعده. و همچنین دعاهای دیگری که در این زمینه آمده، محدودیتی در این زمینه وجود نداره. هر دعایی رو که شما برای میت بخوانید، چه مأثور باشد یا غیر مأثور، چه به زبان عربی باشد یا غیر عربی، هیچ گونه اشکال ندارد. و بعد از آن تکبیر گفته می شود، تکبیر چهارم، و بعد از آن سلام گفته می شود. این کیفیت نماز جنازه هست. تا در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به جای فاتحه‌ای که در بعد از تکبیر اول خونده می شود، به جای همون دعای استفتاح را می خوانند. و این که فاتحه را بخوانند این اولاتر از حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه نقل شده که بعد از تکبیر اول سوره فاتحه را خوندند و گفتند این سنت هست. با صدای بلند خوندند، فرمودند به خاطر اینکه مردم بدونند که این سنت هست من این کار را انجام دادم. یعنی سنت هست که بعد سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که بعد از تکبیر اول شما سوره فاتحه را بخونید. درست. جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن که اگر یک شخصی در مشغول خواندن نماز سنت هست، آیا میتواند کسی که نماز فرض میخواند به او اقتدا کند؟ بله، این مسئله در میان فقها به نام اقتدای مفترض خلف المتنفل هست. یعنی کسی که نماز فرض میخواند پشت سری که نمازش نماز نفل هست میخواد اقتدا بکند. یعنی امام نماز نفل میخواند و مقتدی نماز نفل میخواند. آیا از نظر شرعی چون این چیزی جایز هست؟ جمهور فقها نظرشون بر این است که جایز هست و قول راجح هم این است، زیرا که دلایل قوی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه وارد شده. روایت حضرت جابر هست و که در مورد معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه آمده، در صحیح بخاری و در صحیح مسلم آمده که حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه می اومدن در مسجد النبی و پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز اشاره می خوندن و بعد از این برمیگشتن میرفتن محله خودشون و در اونجا پیش نماز می شدن و دوباره امامت میکردند و دوباره نماز اشاره می خوندن. این یک بار خودشون نماز اشاره به عنوان فرض خودشون پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم خونده بودند و بعد از این میرفتند در اونجا امامت میکردند و نماز اشاره دوباره میخوندند و حتی در روایت اومده که برای حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه نفل حساب میشد و برای مقتدی هایش نماز فرض حساب میشد. جمهور علما اهل سنت و جماعت نظرشون این است که این جایز هست و اشکال شرعی ندارد. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیانیه گفتن که غدیر داشت دقیقاً در کجا واقع شده است؟ غدیر در وسط راه مکه و مدینه هست، به مدینه نزدیکتر هست از مکه و مشخصات خاصی رو نداره که ما بگیم جای منطقهش، یعنی آب و هوایش مثل مکه مثل مدینه به مدینه نزدیکتر هست آب و هوایش و چه بسا که ایشون اشاره کردند که در شبکه کلمه یک جای سرسبزی رو نشان داده شد که شبکه کلمه از یک زاویه دیگر گرفته، شبکه وصال از یک زاویه دیگر گرفتند و یک جای دیگر ایستاده بودند و این برای ما یعنی اهمیتی نداره که غدیر در کجا بوده، در چه جایی بوده. این از نظر تأثیری در دیانت ما در واقع نداره که ما بفهمیم غدیر در چه جایی بوده، جای سرسبزی هست یا در جای خشک و بی آب و علفی هست. مهم این که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا اتراق کردن در هنگام ظهر و عادت رسول الله و همچنین تمام کاروانه هایی که در زمان قدیم به صورت پیاده می رفتن این بوده که صبح زود حرکت میکردن، وقتی که ظهر میشد الان چه مکان سردی بود یا گرمی بود، زمستان و تابستان بود، استراحت میکردن در اون وقت، دیگه ادامه مسیر نمیدادن و رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفری که از مکه برمیگشتن هم در منطقه غدیر استراحت کردن. جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی از جوزجان گفتن که این من سوالش اینجوری فهمیدم، گفتن که قرآن را یاد ندارند و قرآن رو واز میکنن و تصویری به آن نگاه میکنن، فقط تصویر نگاه میکنن، آیا ثواب براش داره یا نه؟ یعنی اینکه اگر صدای قرآن رو میشنوند، منظورش این است که صدای تلاوت قرآن رو میشنوند، همون گونه که تلاوت کردن قرآن ثواب دارد، شنیدن قرآن هم در واقع ثواب دارد، اشکال شرعی نداره. اما صرفا نگاه کردن حروف قرآن ثوابی رو نداره که کسی قرآن رو باز بکنه نمیتونه بخونه، صرفا ورق بزنه و آیت قرآن رو نگاه بکنه، این ثوابی رو نداره و ثابت نیست. شما همون مقداری رو که بلد هستی، ولو اینکه سوره فاتحه رو بلد هستید یا سوره
قل هو الله احد رو بلد هستید همین رو تکرار بکنید، این برای شما ثواب زیادی رو داره. حتی در مورد سوره اخلاص سوره قل هو الله احد اومده که 3 مرتبه شما این رو بخونید معادل هست با ثواب یک ختم قرآن. این ثواب خیلی زیادی هست. اگر نمیتونید کل قرآن رو تلاوت بکنید حداقل سوره فاتحه رو یا سوره اخلاص رو تکرار بکنند، این هم براشون ثواب داره. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده گفتن که آیا باید از مذاهب مثل مذهب ابو حنیفه، شافعی، مالکی و حنبلی پیروی کرد یا صرفاً کافی است که انسان از مذهب از اهل سنت استفاده بکنه و تابع قرآن و سنت باشه؟ برای فردی که عامی هست و خودش یعنی توانایی استنباط و استدلال از احادیث یا قرآن را ندارد، حکم شرعی این است که مسائل شرعی خودش را از یک عالمی که در دسترسش هست و به اون اعتماد دارد بر اون عمل بکنه. شما به هر عالمی که به اون اعتماد دارید از اون سوال بپرسید و بر طبق پاسخی که به شما داده شما عمل بکنید. لازم نیست که حتما شما بگید که من فقط میخوام یک عالمی که حنفی باشه، یک عالمی که شافعی باشه، من فلانی رو قبول ندارم چون که حنفی هست یا فلانی رو قبول ندارم چون که شافعی است. نه، شما به عنوان یک فردی که با علوم اسلامی آشنایی ندارید و توانایی استنباط و اجتهاد و استدلال از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را ندارید، همون عالمی رو که در محله شما هست یا هر عالمی رو که شما بهش دسترسی دارید و میتوانید احکام شرعی از اون بپرسید، حکم شرعی برای شما این است بدون این که شما بگید من حنفی هستم یا مالکی یا شافعی حنبلی هستم، حکم شرعی خودتون را مسائل را از اون بپرسید و بر اون عمل بکنید. لازم نیست که حتما اظهار بکنید یا اینکه خودت رو حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی بدونید. همین که گفتید من مسلمانم، اهل سنت و الجماعت هستم، این کفایت میکنه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که الان که وقت مراسم عزاداری میگیرن شیعیان، آیا این عزاداری در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده که لباس سیاه بپوشن و این کار رو انجام بدن؟ عزاداری در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده و در زمان هیچ کسی از اصحاب رسول الله و حتی ائمه‌ای که شیعه خود را به آن نسبت میدهم چون این کاری را انجام ندادم. عزاداری که امروزه صورت میگیرد و دسته هایی که راه میافتند سر و صورت و سینه میزنند و خمه میزنند و لباس سیاه میپوشند، چون این چیزی از رسول الله و صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده، بلکه برعکسش ثابت شده، هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم، زیرا ما میدونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیات خودشون چند نفر تمام فرزندان خودشون رو به استثنای حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها از دست دادن، همچنین همسر بزرگوارشون، عمویشون و بقیه خویشاوندانشون از دست دادن، اما ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه کاری رو انجام داده باشه، عزاداری بکنن در خونه رسول الله، در مسجد رسول الله مجلس ترحیم بگیرند یا مجلس ختم قرآن بگیرند، مجلس عزاداری و سینه زنی بگیرند، چون این چیزی نه شیعه روایت کرده و نه اهل سنت و الجماعت روایت کرده، چون این چیزی مطلقاً وجود نداره. صرفاً چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده در زمانی که فرزندشون حضرت ابراهیم وفات کردند این بود که اشک چشمان رسول الله صلی الله علیه و سلم جاری شد که از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت سعد فرمودند یا رسول الله شما هم گریه میکنید؟ ایشون فرمودند که این اشکی که از چشم اومده این نشانه رحمت هست که در قلب وجود داره، به نشانه دلسوزی هست، اما گفتن ما چیزی رو که موجب نارضایتی الله متعال باشه بر زبان نمی آوریم، یعنی هیچ گونه داد و فریادی واویلا کردنی، سر و صورت زدنی از رسول الله و صحابه در واقع نقل نشده و حتی در مورد پوشیدن لباس سیاه هم از خود امامان شیعه مانند حضرت علی رضی الله تعالی عنه نقل شده که این لباس سیاه لباس فرعون هست که این رو گفتند که نپوشید، اما به چه دلیل امروز شیعه میپوشند و از کدام امام پیروی میکنن والله اعلم، من نمیدونم. جواب دادین دیگه. بیننده بعدی گفتن که وقتی که نماز میخوانن و وقتی که به بالا و پایین میرون به جای یک بار الله اکبر گفتن 3 بار الله اکبر میگن، آیا اشکال داره یا نه؟ همون یک بار گفتن لازم هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی وقتی که انسان تنها هست، یعنی که وقتی که پشت سر نماز جماعت نماز میخونن، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا، وقتی که امام تکبیر گفت شما هم تکبیر بگویید، و وقتی هم که شما تنها هستید هم حکمش همین است که وقتی که از یک حالتی به حالت دیگر منتقل میشوید، از حالت قیام به رکوع میروید، از رکوع دوباره بلند میشوید، از حالت قیام میروید به سجده، از سجده بلند میشوید،
حکمش این است که تکبیر بگوید و یک مرتبه تکبیر گفتن کفایت میکند، لازم نیست که 3 مرتبه تکبیر بگوید. این برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. همون یک مرتبه بگویید این ثوابش بیشتر هست و به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نزدیکتر است. جزاکم الله خیر. بیرنده بعدی که این مسئله برای خیلی از مردم یعنی عادی هست و وجود داره، گفتن که وقتی که نماز میخوانم با تجوید نمیتوانم قرائت بکنم و در حین نماز حواسم خیلی پرت میشود. آیا این نماز هم درسته؟ در مورد قرائتی که در نماز هست این حکم متفاوت هست نسبت به خود افراد. رسول الله صلی الله علیه وسلم برای کسی که نماز بلد نبود، روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که معروف از به معنی به نام حدیث مسیء الصلاه، اون کسی که درست نماز نمیخوند، در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم اومد و نماز خوندند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند ارجع فصلی فانک لم تصلی، برگرد برو دوباره نماز بخوان که تو نماز نخوندی. اومد دوباره نماز خوند، باز هم رسول الله فرمودند ارجع فصلی فانک لم تصلی. تا 3 مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیشون فرمودند که برو دوباره نماز بخوان که تو نماز درستی رو نخوندی. وقتی که اون فرد اومد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمودند که لا احسن غیر هذا علمنی یا رسول الله، به من آموزش نماز بده، رسول الله صلی الله علیه وسلم به اون گفتند که وضو بگیر، وضوی کاملی بگیر، روبروی قبله بیس و تکبیر بگوی و در ادامه فرمودند که وقرأ ما تیسر معک من القرآن، هر چیزی که از قرآن حفظ هستی و بلد هستی بخوان با هر کیفیتی که بلد هستی. یعنی لازم نیست که شما حتما استاد تجوید باشید تا اینکه نمازتون درست باشه، خیر، با هر کیفیتی و با هر لحنی که شما بلد هستی و هر گونه که تلفظ میکنید نماز را بخونید. این تأثیری در نماز شما در واقع نداره. منتها سعی بکنید کسانی که توانایی دارند، کسانی که امکانش وجود داره و میتونند که قرائتشون بهتر باشه، اولاتر و بهتر هست که هم از نظر تجوید و تلفظ حروف هم از نظر صوت انسان باید قرآن را با بهترین لحن و با بهترین صوت و بهترین وجه در واقع قرائت بکنه. اما اگر کسی تجوید بلد نیست، تلفظ حروفش به طور مثال یعنی فارسی هست، نمیتونه عربی دقیق تلفظ بکنه، اشکالی نداره و نماز شما کاملا درسته. و در مورد سوال دیگرشون که در مورد وسواس در نماز هست، ببینید شما مکلف هستید که نماز بخوانید، شما به وسواستون هیچ گونه توجهی رو نداشته باشید، هیچ گونه توجهی را نداشته باشید. ولو این که شما در هنگام نماز وسواس داشته باشید، نماز شما درسته، نماز شما درسته و این فرض از شما ادا شده. منتها اگر که شما حضور قلب بیشتری رو داشته باشید، به هر اندازه که حضور قلب بیشتری رو داشته باشید، نماز شما تاثیرش بیشتر هست و ثوابش بیشتر می شود. و برای اینکه شما یعنی حضور قلبتون در نماز بیشتر بشود، یک سری مراحلی هست و یک سری آدابی هست که شما اینها رو مراعات بکنید، ان شاء الله قطعا در حضور قلب شما در نماز تاثیر مثبتی رو خواهد داشت. من جمله این که شما مقدمات نماز رو بهش عمل بکنید. یعنی این که وقتی که وضو میگیرید، وضویتون وضوی کاملی باشه. هرچند که وضوی شما کاملتر باشد، نماز شما هم در واقع کاملتر هست. سعی بکنید که تمام آداب وضو گرفتن را، سنت رو در هنگام وضو گرفتن شما کاملا مراعات بکنید. قبل از نماز فرض سعی بکنید که نماز تحیت المسجد را یا نمازهای سنت‌های قبلیه رو بخونید که خود خوندن این نمازها در واقع یک نوع زمین سازی هست برای نماز فرضی که شما میخونید. سعی بکنید که قبل از نماز یعنی اون مشغولیت هایی رو که دارید یک فاصله زمانی در این وسط باشه. این گونه نباشه که شما پای برنامه تلویزیون، فیلم و سریالی نشستید یا مسابقه فوتبال نشستید، الان وقت نماز شد، اذان گفت، الان اون طرف هم تلویزیون روشن است، شما بلند شدید نماز میکنید. خب با این وضعیت که هیچ کسی هم نمیتونه حضور قلب داشته باشه. یعنی یک مانعی رو ایجاد بکنید در میان اون بحثی که قبلا بودی، فیلمی نگاه میکردی، تلویزیون نگاه میکردی، یک بحث و گفتگوی در خانواده بود. سعی بکنید که با وضو گرفتن و با تلاوت قرآن یا 2 رکعت نماز سنت خوندن یک فاصله در این زمینه باشه. و وقتی هم که نماز فرض را شروع کردید، سعی بکنید که در هنگام نماز فرض تا جایی که ممکن هست این وسواس رو دفع بکنید. این گونه نباشه که یک وسواسی در ذهن شما اومد، شما هم دیگه دنبالش راه بیفتید که تا آخرش بروید. نه، وقتی که در نماز یک وسواسی در ذهن شما اومد، به محض اینکه متوجه شدید اینو قطع بکنید و بازگردید به طرف نماز خودتون و سعی بکنید در نماز
نماز به اذکار و اوراد و آیاتی از قرآن که تلاوت میکنید به این طرف بیشتر توجه بکنید. یعنی الفاظ قرآن رو که در نماز میخونید معنیشون یاد بگیرید، معنی سوره حمد رو یاد بگیرید، معنی اذکار و دعاهایی که در نماز میخونید اینها رو یاد بگیرید و سعی بکنید که خودتون رو بقبولانید و مجبور بکنید که اون چیزی رو که میگویید درک بکنید که چه چیزی رو میگویید. احیانا مردم یک چیزی رو یعنی توتیوار حفظ کردن، همون رو میخونن، خودشون نمیدونن که چی رو خوندن. اگر شما با تدبر بخونید ان شاء الله امیدوار هستم که حضور قلب شما در نماز بیشتر بشه. و من جمله این که در ضمن هم دعا بکنید و هرچی انسان تقوا بیشتری رو داشته باشه، تقرب بیشتری بجوید به الله و دعا بکند، استمداد بطلبد از الله متعال، قطعا ان شاء الله در این راه موفق خواهد بود و نمازش و بهتر خواهد بود و وسواسش ان شاء الله در نماز به حد اقل خواهد رسید. ان شاء الله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن در مورد دعایی که در سجده میخونن، گفتن که بعد از سجده اول، بین سجده البته در نماز بعد از سجده اول رب اغفر لی وارحمنی میگویم، درسته یا نه؟ بله، ایشون گفتند که من در وسط سجده میگم رب اغفر لی رب اغفر لی، این 2 مرتبه تکرار میکنم. بله این ثابت هست از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، روایت حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه است و در سنن نسائی هست که در وسط سجده رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمودند که رب اغفر لی رب اغفر لی، اینو تکرار میکردن، رب اغفر لی رو 2 مرتبه. شما بیشتر هم که تکرار بکنید هیچ گونه اشکال نداره. در وسط 2 سجده وقتی که از سجده اول بلند شدید حداقلش این است که 1 مرتبه یا 2 مرتبه شما بگید رب اغفر لی رب اغفر لی. این دعا ثابت است و غیر از این دعای دیگری هم ثابت است. در سنن ترمذی اومده از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در وسط 2 تا سجده دعا می‌کردند که اللهم اغفرنی اللهم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واهدنی وارزقنی. این دعا رو یک دعای کاملتر هست. اللهم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واهدنی وارزقنی. این دعا رو بخونید هم جایز است. حداقلش اگر اینو بلد نیستی همون رب اغفر لی رب اغفر لی، این جزء سنت های نماز هست و ثابت هست از حدیث حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه در سنن نسائی. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا نماز برای پیامبر به ثواب پیامبر درسته یا نه؟ و بیننده دیگری پرسیدن که بعد نماز مغرب برای حضرت عایشه یا بیبی عایشه نماز سنت میخونن، درسته یا نه؟ نماز خوندن برای هیچ کسی مطلقاً جایز نیست. فقط و فقط نماز برای الله متعال هست. شما برای الله نماز میخونید، برای رسول الله، برای ابوبکر، عمر، عثمان، علی، امام ابو حنیفه، امام بخاری، برای هیچ مرده نماز فرض خوندن یا به صورت کلی نماز خوندن در واقع جایز نیست. حتی اگر مرده از دنیا وفات کرده باشه، مرده باشه انسانی و از دنیا رفته باشه، برای ولی امرش و برای وارثش جایز نیست که نماز بخونن. نه نماز خوندن جایز هست و حتی فدیه رو هم در واقع نداره. نماز خوندن برای حضرت عایشه، برای رسول الله یا برای هر کسی دیگر این ثابت نیست. عبادات یک خاصیت خاصی رو دارند که صرفاً باید از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما تبیین شده باشه، مشخص شده باشه. دلیلی رو نداریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده باشند که شما برای مردگانتون نماز بخونید یا برای رسول الله یا برای عایشه یا به هر کسی دیگر نماز بخونید، چون این چیزی در شریعت اسلامی وجود ندارد و اگر وجود داشت قطعا رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار رو می‌کردند یا اینکه تشویق و ترغیب می‌کردند که شما برای دیگران و برای مردگانتون نماز بخونید. اما برای رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ عبادتی رو جایز نیست که شما به نیت ایصال ثواب به رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادتی رو انجام بدهید. نماز، روزه و زکات و حج، اینها رو برای رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ کسی نمیتونه انجام بده. صرفا برای خودتون یا در حج برای کسی که به شما توصیه کرده و به شما وکالت داده این رو انجام میدید. و خود همین عبادتی که شما برای خودتون انجام میدهید ثواب به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسد، بدون این که از ثواب نماز شما چیزی کاسته بشود. به صورت کامل به رسول الله صلی الله علیه و سلم ثواب میرسد. نیازی نیست که شما بگویید که من این نماز رو برای رسول الله صلی الله علیه و سلم میخونن، زیرا که بانی این خیر و مبلغ این خیر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و ایشون فرمودند هر کسی یک کار خیری رو بنیاد بگذارد و مردم رو به طرف آن دعوت بکند، هر کسی که بر آن کار خیر عمل بکند به اون داعی الی الخیر به همون اندازه ثواب میرسد، بدون اینکه ثواب اون کسی که عمل میکند ازش چیزی کاسته بشود. پس بنابراین دعا نماز خوندن برای رسول الله و عبادت به نیت رسول الله جایز نیست و هر عبادتی که شما انجام بدهید رسول الله صلی الله علیه و سلم ناگفته در ثواب عبادت شما شریک است. جزاکم الله خیر.
بیننده بعدی گفتن که آیا جایز است برای تولد مولودی در حیطه افراد خانواده جشن بگیریم براش؟ خود جشن میلاد گرفتن اونگونه که همه میدونند یکی روش غیر اسلامی هست، یعنی یکی از مواردی هست که مثلا خود به خود تداعی میلاد مسیح هست، اونگونه که مسیحا میلاد مسیح رو در واقع جشن میگیرند و اون رو تقدیس میکنند. این در دین اسلام چنین چیزی وجود نداره. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه برای خودشون و نه برای دیگران نه جشن تولد گرفتند و حتی برای خودشون نه جشن بعثتی رو گرفتند و جشن نبوت و جشن معراج و بقیه جشنهایی و هیچ چیزی رو جشن نگرفتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما دو تا عید داریم، دو تا جشن داریم که عید قربان و عید سعید فطر هستند و جشن گرفتن به موارد دیگر هیچ گونه در واقع حکم شرعی به آن تعلق نمیگیرد، به این معنی که سنت نیست و جایز نیست که شما چون این کاری رو انجام بدهید و خصوصا وقتی که تشابه و همخوانی با غیر مسلمانان باشه، همون گونه که غیر مسلمانان یهود و نصارا جشن تولد میگیرن خصوصا برای مسیح که این زبان زد هست و یکی از نمادهای مسیحیت هست، برای ما به عنوان یک مسلمان جایز نیست که اتباع بکنیم و همسو باشیم با یهود و نصارا. یعنی سعی بکنیم تا جایی که ممکن هست ما این بدعت ها رو از بین ببریم. اما سوال اینجا هست بالفرض یک کسی اومد و در اون روز یک شیرینی رو در میان خانواده خودش بدون که جشنی باشه به عنوان یادآوری، شاید این اشکالش خیلی کمتر باشه از اینکه جشن بگیرن مردم رو دعوت بکنن. اون که خب یک نوع در واقع جشن بزرگی هست و گناه بیشتری رو داره، هرچند که دایره بدعت بیشتر باشه گناهش هم در واقع بیشتر است. اما صرفا اگر به عنوان یک نوع تذکر باشه در خانواده که هرچی عرض کردم این هم اصلی رو در شریعت اسلامی نداره، اما گناهش و در واقع تأثیرش کمتر از اون بدعتی هست که عام باشه. درست، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که اگر امام در نماز جمعه از ترکیه بودن، البته گفتن اگر امام وقتی که در خطبه جمعه باشه و مقتدی بیاد در این خطبه نماز سنت بخوند و گوش نکند به خطبه، چون که خطبه به زبان ترکی و این ترکی نمیفهمه، نماز سنت بخوند، آیا به خطبه گوش بکند یا سنت بخوند؟ کدام بهتر؟ بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت کلی دستور دادن به ما که اذا اتى احدكم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، که هر کسی که به مسجد رفت نباید به زمین بنشیند مگر آن که قبلش 2 رکعت نماز بخواند. و بنابر روایتی که در این زمین اومده حتی بسیار از علما معتقد بر این هستند که تحیت المسجد جز واجبات هست، یعنی جز نمازهایی هستند که واجب هست، گرچه جمهور این رو سنت میدونند، حتی یعنی سنت هست، اما برخی از علما تا این اندازه پیش رفتند گفتند چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید کردند بر این زمینه، این جز مواردی هست که واجب هست که حتما باید ما در هنگام ورود به مسجد سنت تحیت المسجد 2 رکعت تحیت المسجد را بخونیم. عرض کردم که نزد جمهور علما این جزء نمازهای سنت هست به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقت که وارد مسجد شدید ننشینید مگر آنکه قبلش 2 رکعت نماز را بخونید. غیر از این حتی در هنگامی که امام بالای منبر هست و جریان معروفی هست سلیک قطفانی که وارد مسجد شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بالای منبر بودند و دستور دادند که بلند بشو 2 رکعت نماز بخوان. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بالای منبر بودند و روز جمعه خطبه می‌خوندند که سلیک قطفانی که از خارج از مدینه اومده بود و آشنا نبود با در واقع کیفیت نماز جمعه، وارد مسجد شدند و نشستند و 2 رکعت سنت تحیت المسجد را نخوندند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بلند بشو 2 رکعت را بخون و در همین روایت که روایت حضرت جابر رضی الله تعالی عنه از و در صحیح مسلم اومده، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا جاء احدکم یوم الجمعه والامام یخطب. این جمله خیلی صریح و آشکاره، هم صحیحه و هم صریحه. اذا جاء احدكم یوم الجمعه والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیهما. هر کسی که روز جمعه به مسجد رفت و وقتی به مسجد رسید که امام بالای منبر بود
بالای منبر بود و خطبه رو میخوند. حکم سخنرانی که مشخصه، یعنی هیچ گونه اشکالی رو نداره. حتی زمانی که امام بر بالای منبر خطبه را میخواند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فلیرکع رکعتین، دو تا رکعت بخواند، ولی یتجوز فیهما، منتها خلاصه بخواند، دو تا رکعت رو سبک و زود بخواند و این جزء سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم است که دستور دادن. هیچ اشکالی نداره، ولو این که امام با زبان شما خطبه را بخواند، به زبان عربی بخواند، یا شما که ترکی هم که بلد باشید بفهمید، باز هم حکم شرعی است که برای شما نه تنها که جایز هست بلکه سنت هست. رسول الله دستور دادند که هنگام ورود مسجد ولو این که امام مشغول خطبه باشد، شما 2 رکعت تحیت المسجد را به صورت خفیف و سبک ادا بکنید. انشاءالله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که چندین ساله که طلسم و جادو شدم و در نزد یک مولایی رفتم که گفت که در قبرستان شما را طلسم کردن، کار را کردن و الان من مریض هستم، شخصی هم که مرا طلسم کرده را میشناسم. سوالش این است، گفتن چه کار کنم، چه کاری باید انجام بدم تا این طلسم را باطل کنم؟ اولا به صورت یک اصل و مبدا من عرض بکنم که بسیاری از این کسانی که ادعا میکنند که طلسم شدند یک نوع توهمه. شما خودتون رو طلسم کردید با این باوری که به خودتون قبولاندید که طلسم شدید و یک عوارضی رو که شاید عوارض یک بیماری دیگر باشد اینو حمل کردید برای اینکه طلسم شدید، یا دکتر رفتید نمیدونم فلان دکترها تشخیص ندادن. خب دلیل این نیست که وقتی که دکتر تشخیص نداده، طبیب شما تجربه این رو نداشته که بیماری شما رو تشخیص بده، این دلیل نیست که شما طلسم شدید. بسیاری از این کسانی که این ملاهایی که شما میروید پیششون، بسیارشون شیاد هستند، یعنی علمای واقعی نیستند، فقط کسب و درآمدشون اینه که هر کسی که شما و هر کسی پیشون میره فقط میگن که شما نمیدونم جن دارید، شما طلسم شدید، تا اینکه یه مبلغی رو به اون بدید یا بارهای بعدی مراجعه بکنید تا از این طریق اونا در واقع کسب درآمد بکنن. اولا در مرحله اول شما به این گوش نکنید و من الحمدلله که سالم هستید و حرف میزنید، در اعمالتون هیچ گونه مشکلی رو ندارید، انشالله که طلسم نباشید. بالفرض این که گمان بکنیم، بالفرض و المحال الان گمان بکنیم که واقعا کسی شما را طلسم کرده، اگر واقعا مشخص است که فلانی شما را طلسم کرده، خودش تعریف کرده که من طلسم کردم، یا کسی دیگر همراهش بوده شما را طلسم کردن، یا در واقع طلسمی صورت گرفته، راهش این است که بروید همین طلسم را پیدا بکنید و اون رو در واقع باز بکنید، همون چیزی رو که بستن گره زدن اون رو باز بکنید، طلسم شما در واقع شکسته میشه. اما این که یک مولایی بگه که شما را طلسم کردن، مطمئنا دروغ میگه. هر مولایی بلا استثناء وقتی که شما پیشش رفتید به شما گفت شما طلسم شدید، طلسمتون هم در فلان شهر هست، دروغ میگه. یا انسان دروغگویی هست یا خودش ساحری هست که خودش شما را سحر کرده، خودش شما رو سحر کرده برای اینکه دوباره برید پیش اون در واقع سحر شما رو دوباره باز بکنه. یا اینکه دروغ میگوید و اگر هم راست میگوید معنیش این است که خودش در واقع سحر انجام داده و انسانای ساحر از نظر شرعی کافر هستند، بیدین هستند و مرتد هستند. مراجعه کردن پیش انسانای ساحر از نظر شرعی جایز نیست. شما میتوانید که با تلاوت قرآن و آیات قرآن رو همیشه بخونید. یک از علامت‌های سحر میتونه این باشه که وقتی شما قرآن رو میشنوید یا قرآن رو تلاوت میکنید نمیتونید تلاوت بکنید، بدن شما به تندش میاد، به اضطراب میاد و تب میکنید یا فریاد میکشن احیانا کسانی که طلسم شدن وقتی صدای قرآن رو میخونن. اگر این عوارض رو دارید احتمال داره که عوارض سحر باشه و احتمال داره که یک عوارض در واقع روانی باشه که باز هم که درمان داره و مراجعه بکنید به پزشکی که در این زمینه تخصص داشته باشه. اگر هم سحر شده باشید راه اولش این است که سعی بکنید اگر سحری هست و کسی شما رو سحر کرده بروید اون سحر رو پیدا بکنید، اون تکه پارچه‌ای رو، مویی رو، نمیدونم چوبی رو، استخوانی رو که گره زدن بر اون خوندن اون رو باز بکنید، طلسم شما باطل میشه. یا اینکه خودتون در واقع پایبند نماز باشید، پایبند اذکار صباح و مسا باشید، همیشه قرآن بخوانید و نماز بخوانید که انشاءالله این سحر باطل بشه. انشاءالله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که زنهایی که در رمضان قرص میخورن تا 30 روز رمضان رو روزه بروند، آیا بر آنها واجب است که بعد از رمضان روزه بگیرن؟
خیر، وقتی که قرص رو استفاده کردن برای به تأخیر انداختن عادت ماهیانهشون و در ماه رمضان تونستن روزه بگیرن، روزهشون درست هست. وقتی که شما روزه گرفتید روزهتون درسته، ولو اینکه به خاطر قرصی که خورده بودید تونستید روزه بگیرید و عادت ماهیانهتون دیرتر اومد، باز هم روزه شما درسته، هیچ گونه اشکال شرعی نداره و بر شما لازم نیست که دوباره اون روزه رو قضا بکنید یا اعاده بکنید. همون روزه‌ای که گرفتید درسته و خود قرص خوردن به خاطر اینکه عادت ماهیانه رو به تأخیر بیاندازد، در صورتی که زنانی از اون استفاده میکنند و مطمئن هستند که براشون ضرر و زیانی نداره، جایز هست و اشکال شرعی هم نداره. وقتی که شما قرص خوردید و عادت ماهیانه‌تون به تأخیر افتاد، وقتی روزه گرفتید روزهتون هم درسته، لازم نیست که دوباره روزه بگیرید. ان شاء الله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که من عادت دارم زیاد روزه میگیرم و اقرارم نمیکنم، به کسی هم نمیگویم که روزه هستم. خیلی وقتا رو رخ میداد که صاحب کارم به من زنگ میزنند که بیا نهار غذا بخور و من هم در حالی که روزه هستم و میروم، چون که اجابت دعوت هم باید دعوت رو اجابت کرد. تا نزدیکای عصر روزه هستم و بعد غذا حاضر میشود و غذا میخوریم. حکم این روزه و این حالت چیه؟ چون که نمیخوام کسی بفهمه. اولا وقتی که شما روزه رو برای الله متعال میگیرید، بالفرض اگر کسی هم اطلاع پیدا کرد، ثواب روزه شما هست. یعنی فکر نکنید وقتی کسی فهمید که شما روزه هستید روزه شما در واقع میشکنه یا ثوابش کمتر میشه، شما گناهکار میشید. نه، هیچ گونه عیب و ایرادی رو نداره. این مسئله اول. مسئله دوم این که وقتی که شما روزه بودید، این روزه شما روزه نفلی هست. اگر یک جای رفتید به عنوان مهمانی دعوت بودید، اشکالی نداره، شما میتوانید که روزه خودتان را بشکنید. روزه گرفتید، روزه بودید، رفتید احتمال یک جای رفتید مهمانی و کسی شما رو دعوت کرد برای غذای، هیچ گونه اشکال نداره، شما میتونید روزه خودتون رو بشکنید. یا اینکه شما تو خونه بودید، روزه گرفتید، یک مهمانی برای شما اومد، اشکال نداره که به خاطر مهمان باز هم روزه خودتون رو بشکنید، هیچ گونه اشکال نداره و لازم هم نیست که دوباره قضا بیاورید. یعنی این به اختیار خود شما هست. روزه رو خوردید، هیچ گونه اشکال نداره و معاناتی نداره و وقتی که این روزه رو خوردید ان شاء الله ثوابش کامل به شما میرسه. یعنی بنابر عذری خوردید، مهمانی اومده پیش شما، کسی شما رو مهمان کرده، به خاطر اینکه برادر مسلمانتون در واقع یک دلگرم بشه، خوشحال بشه، شما روزه خودتون رو شکستید که روزه نفلی هست، هیچ گونه اشکال نداره. ان شاء الله روزه شما هم درسته و ثواب کامل شما ان شاء الله به شما میرسد. ان شاء الله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا کسی که ناراحتی قلبی دارد روزه بر او واجب است یا نه؟ SMS به صورت کلی کسانی که توانایی روزه ندارند روزه گرفتن بر اونها واجب نیست. یعنی کسی به خاطر بیماری معده هست یا بیماری قلبی هست یا موارد دیگر هست، ضعف شدیدی رو داره، نمیتواند که روزه بگیرد در ماه مبارک رمضان و بعد از رمضان هم نمیتواند روزه بگیرد، زیرا که این بیماریش مستمر و مزمن هست. از نظر شرعی روزه بر اون فرض نیست و همان فدیه بدهد به جایش کفایت میکند. جزاکم الله خیر. آیا نماز قضایی داریم یا باید فقط نماز سر موقع خوانده شود؟ وقتی که نماز قضا بشود، بله قضایی دارد. این اگر سوالشون این است که نماز قضایی داریم، بدین معنی که اگر کسی نماز از اون فوت شده، وقت نماز هست، مشغول بود و نمازش رو نخوند، بعد از این که بیادش اومد باید نماز بخونه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. اگر کسی از شما خواب افتاد، یه نمازی رو فراموش کرد، اینقدر مشغول بود که اصلا متوجه نشد که اذان گفتند و وقت نماز اومده بود و گذشته بود، هر وقتی که بیادش اومد نماز خودش رو دوباره بخوند. اما در مورد ادا و قضا چند تا اصطلاح داریم در شریعت اسلامی و در فقه اسلامی. یکی هست ادا و دیگری هست اعاده و دیگری هست قضا. اینا اصطلاحاتی هستند که هر یکی تعریف خاصی رو دارند. ادا کردن یعنی انجام عبادت در وقت مشخصش، در همون وقتی که الله و رسول مشخص کردن، سر وقت که مشخص شده که شما این کار رو در این وقت انجام بدید. اگر شما در آن وقت انجام دادید یعنی این که ادا کردید. به طور مثال روزه رمضان رو در رمضان گرفتید، یعنی این که ادا کردید. وقت نماز ظهر رو در وقتش خوندید، نماز بقیه نمازها رو، نماز فجر رو در وقتش خوندید، قبل از طلوع آفتاب خوندید، یعنی این که شما نماز رو ادا کردید. ادا کردن یعنی این که عبادت رو شما در وقتی که در شریعت براش مشخص شده در اون وقت شما خواندید، این میشود ادا کردن. یک حکم دیگر داریم به معنی اعاده. مثلا گاهی وقت من عرض میکنم که باید نماز رو اعاده بکند. اعاده کردن یعنی دوباره خوندن همون نماز یا همون عبادتی که انجام شده، دوباره
خوندن نماز. به طور مثال یک فردی رفته نماز خونده و وقتی که سلام داد متوجه شد که لباسش کثیف است، نجاستی بر لباسش بوده و لباسش پاک نبوده. الان وقتی که فتوا میپرسه میگن چه کار باید بکنم؟ ما میگیم که نمازت رو اعاده بکن، یعنی نماز رو دوباره بخون. پس بنابراین ادا کردن یعنی خواندن نماز و عبادت در وقت مشخصش، اعاده کردن یعنی دوباره خوندن اون نماز یا انجام دادن اون عبادت به خاطر اینکه نماز قبلی عبادت قبلیش مشکلی داشته، قابل قبول نبوده، یک نقصی رو داشته، میگیم دوباره اون تکرار بکن. این تکرار کردنش رو میگن اعاده و دوباره خوندن نماز. و یک حکم دیگر داریم به معنی قضا، به معنی قضا هست. قضا یعنی انجام دادن عبادت در خارج از وقتش، انجام دادن عبادت در خارج از وقت. فرض کنید وقت نماز صبح از دمیدن فجر هست تا طلوع آفتاب، کسی در این وقت خواب افتاد نتونست که نماز بخونه، بعد از طلوع آفتاب نماز بخون، ما میگیم که نماز رو قضا بکن، یعنی قضایش رو بخون. یعنی همون وقتی که شما نماز رو باید قبل از طلوع آفتاب میخوندید، الان که بعد از طلوع آفتاب میخونید، یعنی این قضا هست. در کیفیت هیچ گونه تأثیری رو وجود نداره، حتی در نیت هم تأثیری رو نداره. یعنی شما نباید مشخص بکنید که من الان نماز فجر رو ادا میکنم یا به نیت ادا، مثلا که این کلمه ادا رو بر زبان بیاری. وقتی که بعد از فجر باشه مثلا میگی که من این نماز رو قضا میارم. خود همین که شما بگی من نماز فجر رو میخونم، این خودش اتوماتیک وار اگر در وقت میخونی معنیش این است که ادا شده، اگر خارج از وقت خوندی معنیش این است که قضا خوندید. لازم نیست که شما در نیت خودتون بگید من ادا کردم یا قضا کردم یا اعادهش رو میخونم. فقط همون نیت اصلی رو داشته باشید، اون در واقع کفایت میکنه. بله اگر نمازی قضا شد به این معنی که فوت شد از شما، هر وقتی که تونستید اون نماز رو باید بخونید. اما نمازهایی که انسان عمدن ترک کرده در دوران جوانی، اصلا پایبند نماز نبوده، اصلا اسمش مسلمان بوده و بس و دیگه هیچ کار اسلامی، عبادتی اسلامی رو انجام نداده، یعنی تارک الصلات عمدی بوده، حکمش این است که الان که توبه کرده همون کفایت میکند. شما از گذشته خودتون پشیمان هستید، الان پایبند نماز هستید، انشالله همین کفایت میکند. لازم نیست که تمام نمازهای عمرتان رو دوباره یک جا یا اینکه به صورت مستمر قضا بکنید و دوباره اونها را بخوانید. این لازم نیست، صرفا توبه کردید این کفایت میکنند. اما نمازی رو که امروز، دیروز، پریروز یادتون رفته بود و بدون قصد از شما فوت شده بود، هر وقتی که یادتون اومد اون نماز رو دوباره بخوانید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که پدرم پارسال فوت کرده به خاطر برق گرفتگی در محل کار. در دادگاه صاحب ملک 30% مقصر شد و باید 50 میلیون به ما پول بده. بعد قاضی گفت که من 30 میلیون ازش میگیرم، بیایید شما رضایت بدین. این شخص میگه منم بهش گفتم که کاش نمیشد همه چیز را با پول خرید، من میخوام تو زندان بیفته. که قاضی از این حرف من ناراحت شد و دوباره حکم داد که از اول این قضیه کارشناسی بشه تا سر صدا هم بخوابه. آیا این حرف من اشتباه بود و من اشتباه کردم در این قضیه، چون که من نمیخوام خانواده من را مقصر بدونم؟ در مرحله اول در چنین موارد انسان باید تسلیم تقدیر باشه. پدر شما در چنین حادثه ای از دنیا رفتند، الله متعال انشاءالله که رحمت بکنه ایشون رو و تمام اموات مسلمانان رو. اما این اتفاقی بوده که افتاده، خصوصا شما میگید که صاحب ملک، اون کسی که قرار بوده احتمالاً برق ملکش رو یا خونش رو وصل بکنن، فقط 30% مقصر بوده. معنیش این است که پدر شما یا مثلا 70% دیگه مقصر بوده و خودم این حکمی که از دادگاه صادر شده بود شما میتونستید که اون حکم رو قبول بکنید، اون چیزی رو که شده. وقتی که اتفاق افتاده صاحب ملک عمدن این کار رو انجام نداده، شما هم حقی رو ندارید که اصرار بکنید که الا بالله من به هیچ چیزی دیگه راضی نیستم مگر اینکه فلانی زندان باشه. خب اگر زندان باشه به پدر شما ثواب بیشتری میرسه، غم و اندوه شما کمتر میشه، هیچ تأثیری رو نداره بر شما. همون دیه ای رو که از برای شما ثابت شده و دادگاه مثلا حکم کرده بوده، همون رو شما قبول میکردید، این اولاتر و بهتر بود تا اینکه این قضیه زودتر در واقع حل و فصل میشد. منتها بازم شما اشتباهی رو نکردید، یعنی گناهی رو مرتکب نشدید، گفتید که من میخوام که زندان بشه. اما این حق شما نیست که بگید که نه الا بالله من راضی نیستم مگر اینکه فلانی زندان بشه، زیرا که زندان شدن اون طرف هیچ گونه تأثیری رو نه بر روح پدر شما داره و نه در زندگی شما تأثیری رو داره. پس بنابراین در چنین موارد انسان باید واقع بینانه تر عمل بکند، این اولاتر و بهتر هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن حمام و دستشویی ما یکی است و جای جز آنجا برای وضو نیست.
اگر همونجا وضو بگیریم آیا درست است وضوی ما؟ بله هیچ گونه اشکال نداره، جایز هست. در جایی که حمام و دستشویی با هم هستند می شود که در اونجا غسل جنابت یا غسل عادی رو انجام داد، می شود که در اونجا وضو گرفت، هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی وجود ندارد و جایز هست. درست، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن آیا حرف زدن با نامحرم از طریق پیام حرام است یا نه؟ حرف هایی که بی مورد هست و نیازی نیست که رد و بدل بشه و از نظر شرعی حرامه. ارتباط با نامحرم به هر صورتی باشه، به صورت تلفن باشه، گفتگو باشه یا به صورت پیامک و موارد دیگر باشه، وقتی که بدون نیاز هست از نظر شرعی جایز نیست، چون این ارتباطی حرام هست. منتها وقتی که به خاطر نیاز باشه، یعنی برای پرسیدن یک حکم شرعی هست یا برای سوال کردن یک مورد خاصی هست که در زندگی شما لازم دارید، حتی بعد یکی رو بپرسید سوال بکنید و موارد لازمی هستند، اشکال شرعی نداره، در حد ضرورت جایز هست. اما به صورت کلی اصل حکمش این است که ارتباط با نامحرم از هر طریقی که باشه از نظر شرعی حرام و ناجایز هست، مگر در وقت ضرورت، آن هم به اندازه و به مقداری که نیاز هست. جزاکم الله خیر. در بعدی هم گفتن که در دوران کودکی تصادف کردن و نصف صورتشان سوخته. دکترها گفتن که بعد از عمل جراحی باید ابروها تو به صورت موقتی یک بار هاشور کنی. آیا به خاطر این قضیه هاشور بکنه یا نه؟ مواردی که جزء عیب و ایراد شمرده می شوند، یک نوع بیماری شمرده می شوند، اشکالی وجود نداره. جایز هست که تا جایی که ممکن هست میتونند که معالجه بکنند، با عنوان یک معالجه هاشور کردن یا موارد دیگر مثلا جراحی صورت از نظر شرعی اشکال نداره و جایز هست. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. وقت برنامه تمام شد. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن. ما را از دعای خیر خودتان محروم نکنید و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك